نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان، نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارعنا الحسان.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرف مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان، نواليهم ونقبس من هداهم ضياء في مشارع. نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه شما عزیزان و با سوالات شما عزیزان و موضوعاتی که دوست دارید در این برنامه مطرح بشود. در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد و انشاءالله بتوانیم که در لابلای برنامه مشکلات و سوالاتی رو که عزیزان ما دارن انشاءالله پاسخ بدیم و نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان را هم بشنویم. خدمت تک تک عزیزانی که از طریق صفحه یوتیوب ما در این برنامه زنده مشارکت کردن و حضور دارن، عرض سلام و ادب دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و تاکید میکنم که عزیزانی که در این صفحه هستن و سوالاتی که مطرح میکنن، موضوعاتی که مطرح میکنن در چارچوب ادب و اخلاق اسلامی باشه و کسانی که بر شکلی تربیت خانوادگی خودشون رو و عقیده و دینشون رو دارن به نمایش میگذارن و توهین و اهانت و فحش و ناسزا میگن، اونا رو مجبور هستیم که به سطل آشغال بفرستیم. به همین دلیل عزیزانی که حرفی برای گفتن دارن، شماره واتساپ برنامه زیرنویس شده، میتوانید تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید، حرف دلتون رو بزنید. اما کامنت های زشت دادن و حرف های ناپسند گفتن زیبنده یک انسان نیست، چه برسه یک مسلمان. و همچنین دوستان عزیز این برنامه رو و برنامه‌های اسلامی رو که در صفحات اجتماعی می‌بینید حتما لایک بکنید و در صفحاتتون به اشتراک بگذارید، در بین دوستانتون پخش بکنید. همونطوری که بارها گفتم این یکی از مجالات دعوت و خدمت به دین است. همونطوری که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که الدال علی الخیر کفاعله، کسی که راهنمایی میکنه، دلالت میکنه کسی رو به سوی خیر، به سوی یک عمل نیک، این انسان در اجر و پاداش اون شریک میشه. مثلا یک دعوتگری، یک عالمی میاد در شبکه‌های اجتماعی یا در تلویزیون ها ساعتها زحمت میکشه، وقت میگذاره برای شما عزیزان. وقتی شما میید این رو پخش میکنید، نشر میکنید، همون اجر و پاداشی رو که اون شخص میبره شما هم عین همون اجر و پاداش رو بنابر فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میبرید. و از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنن که ایشان فرمودن لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر یک انسانی رو الله سبحانه و تعالی به وسیله تو، یعنی به وسیله این عمل خیری که تو انجام میده هدایت بکند، برای تو بهتر است از گله ای از شتران سرخمو. یعنی شما میدونید حتی در این زمان شتران خوب و از نسل شتر عربی که فعلا در بعضی از کشورهای عربی در خلیج هم وجود دارد، شاید یک شتری به قیمت بعضاً 300 400 هزار تا 1 میلیون دلار خرید و فروش میشه. فکر کنید که اگر شما یک گله‌ای که حداقل مثلا 10 تا شتر داشته باشه 10 میلیون دلار سرمایه دارید. اما گاهی اوقات یک انسانی رو که الله سبحانه و تعالی به وسیله شاید یک پخش، یک کلیپی، یک مطلب دینی الله سبحانه و تعالی هدایت میکنه، پاداش و اجر این شخص، خانوادهش، نسلش تا روز قیامت یک کاپی در میزان اعمال شما خواهد بود. به هر صورت اولین تماس برنامه امروز رو میگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. پاداش و اجر شخص، خانوادهش، نسلش تا روز قیامت. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان یک دو سوال داشتم اگر اجازه باشه. بفرمایید. یکم سوال من همین که همین در وقت سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته گویم درست است یا تعالی نگوییم؟
آنچه که در نزد جمهور است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این آنچه است که در نزد جمهور علما و فقها این مشهور است. دویم سوال من استاد همین که من یک چند سال پیش کودکدار شدم پسر. بله الله متعال حفظش کنه. دعا کنید در اخیر استاد. من یک گوسفند کشتم استاد. اگر میتونم باز من فهمیدم که برای پسر 2 گوسفند جایزه است. من میتونم حاضر با یک کشم گوسفند قربانی ذبح کنم. بله اگر یک گوسفندی رو که قبلا ذبح کرده باشید یک گوسفند دیگری هم ذبح بکنید چه بهتر. و اگر حتی یک گوسفندی رو هم ذبح کرده باشید انشاءالله که در نزد الله سبحانه و تعالی قبول است. اگر استطاعتش رو دارید یک گوسفند دیگری هم ذبح بکنید. از آن سوجا یک سوال دیگر اگر اجازه باشه بفرمایید. استاد درباره همین من خودم از جمهوری تاجیکستان هستم. بله. درباره بالای قبر گذاشتن سنگ‌های هر گونه نوشتجات‌ها و یک دو دهن سخن می‌کرد بهتر می‌شد. چشم در این مورد صحبت می‌کنم انشالله. سنگ قبر. از آن استاد در اخی ما دعا کنید استاد پدرم از اونجا گذشت در اخی پدرم در اخی ما مادرم در اخی ما دعا کنید استاد جان. الله متعال رفتگان همه ما شما را بیامرزد. الله سبحانه و تعالی بندگان مؤمنی که پدران ما، مادران ما، عزیزان ما را از دست دادیم الله سبحانه و تعالی اونها را با نبیین و صدیقین و شهدا در بهشت برین محشور بگرداند. الله متعال حفظتان کنه برادر عزیز. سلامت باشید. سلامت باشید. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. الله سبحانه و تعالی به شما جزای خیر بده. آمین. سلامت باشید استاد انصاری. سلامت باشید شما هم. استاد انصاری واقعا سبب این که این انسان‌های عالم نمای ما به هر صورت کسانی که خودشون رو عالم در امور دین میگن بله. ولی بعد از 46 سال دوباره میرن در محفل این حکامی که واقعا به خون ما مسلمانان تشنه هستن، حق مردم مظلوم ایران رو غارت کردن، خونشون رو پایمال کردن، کودکانشون رو کشتن، بالاخره آوارشون کردن، خلاصه فلاکت و بدبختی بر سر این ملت و این مسلمانان آوردن. واقعا هدف این انسان ها در نشستن در محفل اینا خوشو گپ و گفت کردن با اینا و کسانی که میان کار اینا رو تایید میکنن در خارج هستن در ایران نیستن، واقعا این نتیجهش چی میشه؟ از من خلاصه بذارید من حرف دل خودم رو بزنم. بفرمایید راحت باشید. من فراموش نمی کنم و نکردم. این خمینی ملعون روزی که اومد گفت جمهوری اسلامی یک کلمه نه بیشتر نه کمتر، یعنی خودش فریب خودش دروغ خودش رو به نام اسلام بر مردم غالب کرد و بعد از اینکه مردم حالا رفتن آیا دانسته و ندانسته و یا اینکه زور استکبار جهانی یا دنیا سرمایه‌داری سبب شد که این جنایتکار بر گرده مردم سوار بشه، خون مردم رو ریخت، مسلمانان رو کشت، دستور جهاد داد علیه مسلمانان بلوچ کردستان، مسلمانان که در به اصطلاح مازندران نشستن، مسلمانان من اسمشون رو فراموش کردم چی بهشون میگن، اونایی که در استان خراسان هستن، خلاصه بله اهل سنت خراسان. بله اهل سنت خراسان دستور جهاد ترکمن ها بله دستور جهاد علیه اونا داد، علمای ما رو دانه دانه و چندانه ترور کرد، کش، در زندان بلا سرشون آورد. بعد خلاصه بعد علمایی که واقعا ترسو و بزدل بودن اومدن مردم رو فریب دادن. آیا واقعا این کافی نیست؟ آیا واقعا ما نباید از این چیز درس بگیریم؟ آیا این تجربه برای ما مسلمان کافی نیست؟ آیا واقعا این شیوه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده؟ شیوه یاران بزرگوار آن حضرت رضی الله عنهم اجمعین بود؟ واقعا که نبوده. واقعا من میبینم مثلا ببینید یک شخصی در
جنوب ایران رفت ابراهیم رئیسی ملعون رو از کرسی مسلمانان در آورد. بعد ابراهیم رئیسی ملعون جنایتکار این جنایت و سر مردم آورد در قضیه قیام ژینا امینی و بعد رفت مسجد مکی مسلمانان رو قتل عام کرد. آیا کافی نیست؟ باز ما باید بیام در محفل اینا بشینیم؟ دیشب یکی تلفن کرد و گفت یه امام جمعه منصوب زاهدان رفته دوباره در مجلس پزشکیان نشسته. آیا واقعا این خیانت به خون کشته شدگان مسجد مکی نیست؟ این عالم برگشته میگه نه این واقعا کار خوبه، چون که آقای پزشکیان دو تا از وزیراش مسلمان هستن، یعنی از اهل سنت هستن، برگزیده. من ببینید باور ندارم کسی که قسم به ولایت این جنایتکاران نخوره و ولایت شیطان رو تایید نکنه، یعنی به هر صورت ولایت این ولی فقیر رو تایید نکنه، اینا اون رو در کرسی قدرت نمیگذارن. درست. خلاصه واقعا من میگویم برای من مسلمان واقعا این کافیه که من این جنایتکاران رو بشناسم، نه اینکه کسانی که میگن ما عالم هستیم علم دین رو آموختن میان برای خودشون شبکه گذاشتن. این چه نصیحتی شما به مردم میکنید؟ واقعا برای من کافیه. خلاصه من سخنان شما رو میشنم، واقعا من از این عملکرد این علما واقعا ناراضی هستم. واقعا نمیدونم اینا واقعا چی در سر دارن، واقعا مغزشون خام است. به باور بنده که واقعا در مسیر اشتباهی هستن و نمیدونم هدفشون از بیان این اشتباهات و فریب مردم برای جلب حمایت این رژیم جنایتکار چه میتونه باشه. واقعا از این رژیم جنایتکار چه سودی به این مردم میرسه و چه رسیده؟ واقعا که نخواهد خود رسید، زیرا که اینا مشرک به الله هستن. کسی که به الله شریک بگذاره، الله رو برای خودش یک خالق حساب نکنه، برای انسان ها چه سودی میتونه داشته باشه؟ درست. ممنون از فرصتی که دوستان انصاری عزیز من میشنم. الله متشکر کنه. تشکرش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید رژیمی که 40 سال 40 و چند سال تقریبا ما تجربه کردیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشه. اما متاسفانه مؤمنین قرن 20 و 21 از یک سوراخ 1000 بار هم که گزیده بشن بازم به سراغ همان سوراخ میروند. متاسفانه این مشکلی است که در بین دعوتگران و علما متاسفانه وجود داره. اگر شرکت کردن در یک حکومتی، در انتخاباتش، در محافلش از اون دستاوردی برای اهل سنت باشه، از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی، از نگاه اجتماعی نفعی به اهل سنت برسه، خب از نگاه شرعی اشکال نداره. انسان مسلمان میتونه حتی در محافل کفار هم شرکت بکنه مادامی که در اون مصلحتی برای امت اسلام باشه. اما اگر یک حکومتی که اساس و ریشه آن بر دشمنی با اهل سنت و در دشمنی با الله و رسولش و قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بنا شده باشه، دیگه در اونها خیری وجود نداره. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی بصیرت کامل نصیب علما و دعوتگران ما بکنه. دوست عزیزی در مورد پول حج به کجا می رود، به کی می رود کامنت زده بودن، سوال کرده بودن. دوستان عزیز در این اواخر البته از مدت ها زیاد، منتها بعد از بعضی از حوادثی که رخ داد در عربستان سعودی، مثلا کنسرت‌ها و بعضی از محافل فسق و فجور، صداهایی بلند شده که آهای مردم به حج نرید، به عمره نرید، پولایی که شما اونجا میفرستید خرج این کنسرت ها و اینا میشه. این طبقه انسان هایی که این صحبت ها رو میکنن دو دسته هستن. یک دسته دشمنان دین هستن که از هر وسیله سوء استفاده میکنن تا بیان مردم رو از شعائر دین دور بکنن، از حج، از نماز، از روزه، از زکات، از همه چیز دور بکنن. این یک بهانه است برای اونها. مثلا در موقع حج آهای مردم ببینید میرن اونجا، حقوق حیوانات زیر پا میشه، میلیون ها گوسفند رو ذبح میکنن، این گوسفندهای بیگناه، همین حیوانات که فقط یک دم و 2 گوش دراز کم دارن، همین ها به نام حقوق حیوانات الان که در فلسطین در ظرف 1 سال تقریبا 50,000 نفر
زن و کودک و انسانهای بی‌دفاع و غیر نظامی به شهادت رسیدن خفه خون گرفتن، اصلا صداشون در نمیاد. مگر اونا انسان نیستن؟ شما دلتون برای گوسفندا میسوخت، دلتون برای انسانها نمیسوزه؟ وانگهی در خیلی از این کشورهای اروپایی مهد به اصطلاح دموکراسی و کشورهای مدرن و پیشرفته و حقوق بشر جشن کشتن دلفین ها رو ما داریم، جشن نمیدونم گاوجنگی و کشتن گاوها رو داریم. مثلا در مسابقاتی هست که با نیزه به گاوهای وحشی حمله میکنن، انقدر با نیزه میزنن این گاوها رو که خونریزی میکنه میمیره. یا در یک از این کشورهای اروپای غربی است که در ساحل دلفین های بیچاره رو میارن در اونجا قتل عام میکنن یا حیوانات دیگری رو. کسی برای اینا دلشون نمیسوزه. مثلا پولتون رو نرید خرج نکنید در حج، در اونجا این میشه و اون میشه. بعد همین چند روز بعد کریسمسشون هست، تنها پول که خرج یک سال در یک شب کریسمس در یک سال میشه شاید بیش از 100 برابر پولی باشه که مسلمان ها میرن در حج خرج میکنن. اونم برای چی؟ فقط برای همون آتشبازی. برای آتشبازی که صورت میگیره در اون شب میلیون ها دلار خرج میشه که شاید 10 برابر بیشتر از پولی باشه که مسلمان ها در موسم حج خرج میکنن. بعد میگن بله این پول ها میره به جیب عرب ها و به جیب نمیدونم سعودی ها و به جیب فلان و علان. این یک دسته از مردم. دسته دیگر از بعضی از دعوتگران و بعضی از علمای احمق و نادانی که از نه از دنیا خبر هستن، نه از آخرت و نه از امور شرعی، مردم رو به این تشویق میکنن که آقا شما به حج نرید، این پولتون رو به فقیر و فقرا بدید. این الله سبحانه و تعالی صدقه رو قرار داده، زکات رو قرار داده. اگر در یک جامعه زکات و صدقاتشون رو آن وجوهات شرعی که وجود داره رو یک جامعه پرداخت بکنه، در اون جامعه یقین بدانید هیچ فقیری، هیچ مستمندی باقی نخواهد ماند. به جای اینکه مردم رو از حج منع بکنید، مردم رو تشویق بکنید به اینکه زکات بدن. باور کنید یکی از تاجران افغانستان، یکیشون مثلا صاحب امین عزیزی بانک، اگر این شخص پول زکاتش رو واقعا شرعا در افغانستان خرج بکنه، برای همه فقرای افغانستان کافی است. اما نمیکنن، نمیدن. فمشکل در اینجاست. بعض این عده میگن بله ببینید در اونجا فسق و فجور شده، فلان شده، این شده، اون شده. بله آیا در اونجا اگر فسق و فجور شد ما مکه رو رها میکنیم، مدینه رو رها میکنیم، قبله مسلمانان رو رها میکنیم؟ این دلایل احمقانه ای است که بعضی از اینها میگن. منتها بیایم از نگاه اقتصادی، آیا مردم به حج برن یا به حج نرن تأثیری بر سعودی، بر عرب ها داره؟ همه ما میدونیم که عربستان سعودی بزرگترین کشور صادرکننده نفت است. شما حج برید، حج نرید، یک نفرم حج نره، اونا یک تغییری ولو 1% هم در زندگیشون ایجاد نمیشه. 1% بر اقتصاد عربستان سعودی تأثیر نمیکنه، چون اقتصاد این کشور بر اساس نفت است و بزرگترین کشور صادرکننده نفت در جهان است و روزانه میلیون ها دلار از نفت درآمد داره. روزانه در هر ثانیه، در هر ساعت اینا صدها هزار دلار از بابت فروش نفت به دست میارن. نیازی ندارن که کسی به حج بره خرج بکنه، خرج نکنه. تازه تا جایی که من اطلاع دارم آنچه که دولت سعودی خرج میکنه در مواسم حج خیلی بیشتر از آن چیزی است که حجاج بیت الله الحرام در اونجا میدن و اون پولایی هم که داده میشه اکثرا از طرف وزارت حج خود کشورها حیف و میل میشه و خورد و برد و اختلاس و فلان علان است و الا آنچه که پرداخت میشه به عنوان مصارف یک حاجی باور بکنید که از 200-300 دلار بیشتر نیست. ویزا که مجانی است، بلیط هواپیما رو طرف خودش میگیره، هیچ اجباری نیست که مثلا حتما هواپیمایی سعودی شما بلیط بگیرین که فایدهش بره به جیب سعودی‌ها. ثانیاً کل مصارف حج که یک حاجی پرداخت میکنه فکر نمی کنم که از 300 دلار بیشتر بشه و این واقعیت است. باور کنید این رو. مثلا یک کسی رو دیدم ویزای عمره گرفتم 500 دلار دادم. چرا؟ والا 500 دلار گرفتن. دیوونه بابا جان. شما برید از شرکت‌های عمره که در داخل عربستان است، اقامت در مکه، در مدینه، مواصلات، خرج، خوراک، همه اینها رو یک پکیج کاملش قیمتش از 1000 ریال 1200 ریال بیشتر نیست، یعنی چیز در حدود 300 دلار.
این رفته فقط برای ویزا گرفتن 500 داده. خب فریب دادن. به خاطر همین بیشتر این پولایی که اختلاس میشه و خورد و برد میشه در وزارت حج و اوقاف و کارمندای اونجا و وزیر و رئیس و معاون و اینا بین خودشون بیسه و فلان اینها میخورن و آنچه که پرداخت میشه مبلغی نیست که به اصطلاح سعودی‌ها بخوان به خاطر اون سرمایه گذاری بکنن و نیازی هم ندارن. اما این که تشویق میشه مسلمان‌ها که از یک شعائر دین از حج بیت الله الحرام دور بشن و این رکن دین مبین اسلام را انجام ندن، این یک توطئه‌ای است که از طرف دشمنان اسلام هست و متاسفانه بعضی از مسلمانان نادان خواسته و نخواسته وارد این میشن. بیننده عزیز سوال کردن در مورد اینکه در تاجیکستان بالای قبر رو سنگی میگذارن و فلان میگذارن. از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث صحیح و صریح و آشکاری وجود دارد در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در کتب احادیث که رسول الله صلی الله علیه و سلم از بلند کردن قبر، از گچکاری کردن قبر، از گذاشتن سنگ بر روی قبر، از گذاشتن سنگی که در بالای قبر میگذارن اسم میت و فلان و علان می نویسن، از ساختن گنبد، بارگاه بر روی قبر، از ساختن دیوار، چهار دیواری بر اطراف قبر، از همه اینا منع کردن. آنچه که طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، باید قبور همان خاکی که از قبر درآورده میشه همان خاک رو دوباره بر روی قبر بیندازن. در حدیث صحیح میفرمایند هر شیئی که بیشتر از آنچه که از قبر خارج می شود بر روی او گذاشته شود بر مرده سنگینی می کند. این کنایه است بر این که این یک کار درست نیست و نباید این رو انجام داد. گذاشتن سنگ قبر رو بعد در بعضی کشورها در کنار هر قبرستان ببینید یک سنگ مرمر فروشی درست کردن و یک خطاطی رم آوردن و بعد یک سنگ قبرای قشنگ درست میکنن و فلان ابن فلان و سال تولدش این و یک شعر و یک آیه و یک حدیثی رو می نویسن. اینا همه ناجایز است، بدعت است و علمای اسلام، علمای مذاهب چهارگانه اهل سنت، حتی ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این گونه اعمال منع کردن و این جایز نیست که یک انسان مسلمان این کار رو انجام بده. به هر صورت میریم به طرف یکی از پیام هایی که یکی از بینندگان فرستاده بودن هفته قبل و من بهشون قول داده بودم که در این هفته انشاءالله پاسخ خواهم داد. سلام علیکم. امیدوارم جور و صحتمند باشید. ما یکی دوستای محمد جان هستم و یک سوال پیشم خلق شد که محمد جان صحبت کردم اما ما درست نتونستیم همدیگه را معاد بدیم، در حالی که چیزایی که در کتاب و دین و رشته که ما هستیم خودم قبول دارم. با ما یک سوال پیش شد که از یکی از دوستای دیگه از ما سوال شد و این سوال برای ما بسیار وقت بود که خلق شده بود و جواب منطقی درست در این سوال ما پیدا نکردیم. گپ سر از این بود که ما من حیث یک مسلمان به یقین هستیم که هر کسی که به قرآن ایمان داره برش وعده بهشت است، این را ما قبول میکنم. اما یک نفر که کافر است، عیسوی است، بت پرست است، گاو پرست است، حیوان پرست است، هر چی هست، اینا همشون میرن به دوزخ. سوال از شما است که یک قسمی که با محمد جان گفتم که یک انسان به اراده خود نیست که به دنیا بیاد، همون گونه که یک برگ از درخت نرفته به اراده خداوند. سوال مزی بود که یک طفلی که در یک فامیل فرض مثال عیسوی، یهودی، بودایی، هر چی که باشه بیدین به دنیا میاد، او طفل گناه از او چیز که در او فامیل به دنیا میاد و به نام کافر بالاخره در آتش جهنم سوخته میشه. قسمی که ما مسلمان ها فکر میکنیم. امروز محمد جان که سوال کردم گفت که نطفهش حرام است. امروز قبول محمد جان نه؟ بله. ما باز یک سوال دیگه کردم، گفتم بسیار مسلمان ها امروزی هستن، خداوند به یکتاییش قبول دارن، اما فرض مثال میکنیم مرد میره شراب میخوره و می امروز خانم خود هم بستر میشه یا لقمه حرام میاره در خانه، خود نطفه از آن چی میشه؟ کثیف میشه و حرام میشه، چتل میشه. اما طفل ازی چون در فامیل مسلمان به دنیا آمد، خب بازم هر چی که باشه
دیده دوباره به بهشت چه که برای ما وعده شده است میره. ما سوالم عزیز که چرا یک طفلی که در خانواده کافر به دنیا میاد، قسم که ما میگیم کافر، گناه از طفل چیست؟ چون که او به اراده خود نامده، اراده خداوند متعال بوده که او به دنیا آمده. وقتی که او طفل بزرگ میشه و به هیچ دینی نمیره، فرض مثال، اما میره کار خوب میکنه، شرابی که مثلا از پدر و پدرکلان و اجدادش مانده بر او بد نیست، چون او بر راه و طریق خود خوب پیش میره. گناه از او طفل چیست که به عنوان کافر کلان میشه و میموره، ما کافر میشناسیمش و میگیم اینا در دوزخ هستن. این سوال ما بود، امیدوارم خوب براتان توضیح داده باشم و امیدوارم یک جواب خوب قناعت بخش کننده از شما بگیرم و روز شب خوش براتان میخوایم. خدا نگهدار. خب تشکر میکنیم از این برادر عزیز. این سوالی است که نه تنها در ذهن این دوست عزیز ما وجود دارد، شاید در ذهن خیلی از جوانها، خاصا کسانی که در خارج زندگی میکنن، یعنی در اروپا و آمریکا زندگی میکنن، چون این بحثا زیادتر در اونجا مطرح میشه به خاطر احتکاکی که مسلمان ها با غیر مسلمان ها در اونجا دارن. اولا در سوالی که ایشان کردن چند نکته رو من سریعا توضیح بدم. اول اینکه کودک غیر مسلمان، یک خانواده‌ای که یهودی هستن، نصرانی هستن، بت پرست هستن، آتش پرست هستن، هر دینی که هستن غیر از اسلام، 100% کسی نگفته که اونها میرن به جهنم و در آتش میسوزن. این رو باید تصحیح کرد. این مسئله غیبی است، این از امور غیب است و این رو الله سبحانه و تعالی میداند و بس. حکم کردن برای ما که والا فرزندان کفار میرن به جهنم، این کار درستی نیست که حالا مفصل در موردش صحبت میکنم. اما ما در اینجا دو معامله داریم، یکی معامله در دنیا هست، یکی معامله در آخرت هست. معامله در دنیا، کودکان کفار تابع پدر و مادرشان هستند، معامله کفار میشه با اونها. در آخرت تفسیرش رو براتون ذکر میکنم که در اونجا چه معامله‌ای با اینها صورت میگیره. نکته دیگری که من یادداشت کردم، دوست دیگری که به شما گفتن که چون اینا نطفهشان حرام هست، نه، این حرف درستی نیست. یک دوتا کافری که با هم دیگر ازدواج کرده باشن، ایجاب قبول صورت گرفته باشه، یهودی باشه بر اساس دین یهودی، بر اساس دین عیسوی، بر اساس دین دیگری، یا که ایجاب و قبولی صورت گرفته باشه، ازدواجی صورت گرفته باشه، ولو که در اونجا بسم الله و اعوذ بالله و خطبه شرعی خوانده نشده باشه، این یک ازدواج است بر اساس دین خودشون. اینا زن و شوهر هستن. نطفه حرام وقتی میشه که از زنا باشه، فرزندی که یک زن و مردی با هم دیگه ازدواج نکرده باشن، ایجاب و قبولی صورت نگرفته باشه و در اون صورت این میشه ولد الزنا یا حرام زاده که بهش میگن. این که فرمودن که شما فرمودید که در جواب اون دوستتون که خب بعضی مسلمان هم هستن که شراب میخورن، زنا میکنن، مال حرام میخورن، بعد نطفه اینا هم حرام میشه. این هم حرف نادرستی است. یک مسلمانی که فاسق و فاجر است اما ازدواج شرعی و رسمی کرده با خانمش هم بستر میشه، ولو این که همه این گناهانی رو که شما فرمودید انجام داده باشه، نطفه این حرام نیست، یعنی فرزندش حرامزاده نیست. درست است در اینجا ما یک سری مسائل دیگری داریم، مسئله تقوا هست، مسئله برکت هست، مسئله صلاح هست. مثلا یک فرزندی که با لقمه حرام بزرگ شده باشه، یک فرزندی که در یک خانواده‌ای که در اون ذکر الله نباشه، توجه به دین نباشه، فسق باشه، فجور باشه، این فرزند شاید یک فرزند صالح نشه الا اینکه بزرگ بشه، توبه بکنه یا الله سبحانه و تعالی بخواد که در یک خانواده همچین یک فرزند صالحی به وجود بیاد. اما بالعموم این یک سری مسائل دیگری است که در موردش علما صحبت میکنن. مسئله صلاح هست، مسئله برکت هست، مسئله تقوا هست. این مسئله حرامزادگی در اینجا مطرح نیست که والا چون که طرف زنا کرده یا شراب خورده یا که مال حرام خورده فرزندش حرامزاده است یا زنازاده است. نه، این هم حرف درست نیست. این رو هم باید تعدیل بکنیم. در اینجا مسئله بعدی دو موضوع رو شما بهش اشاره کردین. یکی این که یک کافری هست، ازدواج میکنه، صاحب فرزند میشه، فرزندش در کودکی میمیره قبل از سن بلوغ. مثلا اگر سن بلوغ
که سن احتلام هست یا سنی که طرف میگن به سن بلوغ رسیده، مکلف شده، باید عباداتش رو انجام بده. حالا در کشورها فرق میکنه، شاید یک انسانی مثلا در 9 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی، در بعضی کشورها 16 17 سالگی به سن بلوغ برسن. به هر صورت وقتی که به سن بلوغ نرسیده باشه و از دنیا بره، این یک موضوع جداست که بحثش رو انشاءالله خدمت شما بیان میکنم. دیگر این که همین کودک در این خانواده مسیحی یا یهودی یا بت پرست یا هر چی که هست بزرگ شد، یهودی بار آمد، مسیحی بار آمد، آتش پرست، بت پرست بار آمد، بزرگ شد، زندگی کرد، 40 50 60 70 سال بعد مرد، این چرا میره به دوزخ؟ اینا رو در برنامه امشب میخوایم خدمت شما عزیزان در جواب این سوال بیان بکنیم. اولا الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الله لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون. الله سبحانه و تعالی به هیچ کس ظلم نمیکنه. الله سبحانه و تعالی اگر خدای نکرده بدون دلیل، لا سمح الله، بدون سبب یک انسانی رو ببره در دوزخ بندازه، به این میگن ظلم. اما الله سبحانه و تعالی این کار رو نمیکنه. ما در اینجا نکته مهمی رو که خدمت شما باید بیان بکنم این است که در روز ازل الله سبحانه و تعالی طبق آیه قرآن کریم که ثابت شده است، الله سبحانه و تعالی همه این روز رو در بعضی از اصطلاحات عرفانی به نام روز الست میگن. اگر در اشعار عرفانی مثلا مولانا و حافظ و غیره اینا دیده باشید، روز الست چرا میگن؟ میگن در اون روز الله سبحانه و تعالی همه مخلوقات رو، مثلا شما فکر کنید از روزی که آدم علیه السلام خلق شده تا روزی که قیامت کبرا صورت میگیره که بشر در کره زمین نابود میشن، از بین میرن، همه میمیرن، شما فکر بکنید مثلا 10 میلیارد انسان، 20 میلیارد، 100 میلیارد انسان زندگی کرده. 100 میلیارد انسان رو الله سبحانه و تعالی در روز الست که اسمشو گذاشتن، در همون روز یا در روز ازل، در همون روز الله سبحانه و تعالی از همه اینها تعهد میگیره و از همه اینا این اقرار رو میگیره که من این آیه رو خدمت شما عزیزان در اینجاست، در سوره اعراف. دوستان عزیز این رو بیارید نشون بدید. الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم. این روز الست که میگن است، الستو بربکم. وقتی که الله سبحانه و تعالی از نسل بنی آدم همه اینها رو، یعنی از پشت بنی آدم همه اینها رو، نسلشون رو، از اونا این شهادت رو گرفت بر نفس خودشان، شهادت دادن الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بله، همشون گفتن که بله. شهیدنا، شهادت دادیم. ان تقولوا یوم القیامة انا كنا عن هذا غافلین. نشه که بعد فردا در روز قیامت بگید که والله ما از این چیز بیخبر بودیم. در روز الست همه فرزندان آدم علیه السلام، همه فرزندان آدم علیه السلام، البته اینو گفتم این یک اصطلاحی است که مردم گذاشتن روز الست، در اون روز الله سبحانه و تعالی از همه اینا این شهادت رو گرفت که آیا من پروردگار شما هستم؟ همه گفتن که بله، بله پروردگار، تو خالق و پروردگار ما هستی. بعد گفت نشه که بعد فردا روز قیامت بگید که والا نمیدانستیم، ما غافل بودیم. این تعهد رو، این عهد و پیمان رو در اون روز فرزندان آدم همه بدون استثناء به پروردگارشون دادن. خب این تعهد رو دادن که لا اله الا الله. پس چرا امروز مردم عده‌ای کافر شدن؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر کودکی بر فطرت. همین فطرتی که در اینجا گفته میشه، فطرت چی است؟ همان شهادتی که در آن روز الستو بربکم این شهادت رو دادن و این به عنوان فطرت بشر در نهاد ما قرار داده شد. همه انسان ها در نهادشان، در درونشان توحید و یکتاپرستی رو الله سبحانه و تعالی در روزی که همه بشر رو خلق کرده در نهاد ما قرار داده.
به این میگن فطرت اسلام. مثلا گاهی دیدید بعضی میگن والا آدم فلانی هست اما فطرت سالمی داره. این فطرت سالم چی است؟ حب خیر، محبت به کار خیر، محبت به اسلام، محبت به توحید، محبت به یکتاپرستی، محبت به تقوا و پرهیزگاری. این آن چیزی است که در نهاد ما قرار داده شده است به عنوان فطرت اسلام. در نهاد همه بشر هست. در درون نتانیاهو هم هست، در درون جورج بوش هم هست، در درون لنین هم بوده، در درون مارکوس هم بوده، در درون همه بشر بوده، حتی در درون داروین هم بوده. این فطرت سالم را الله سبحانه و تعالی در درون همه ما قرار داده. این فطرت سالم همیشه ما رو ندا میکنه به طرف خیر، به طرف توحید، به طرف یکتاپرستی. مثلا دید طرف مثلا یوسف استیز کشیش بود، یکی از کشیشان بزرگ مسیحی بود، صاحب کلیسای بسیار بزرگ، یکی از علمای بزرگ مسیحی. این یوسف استیز، من اگر بتونم اینجا تصویری از ایشون رو نشون بدم. این یوسف استیز بله، این یوسف استیز است. دوستان عزیز اگر تصویری از این رو بتوانند بدن. والأمون السيدات أريد أن أكون على مصحح معلومة هو این یوسف استیز امروز یکی از بزرگترین دعوتگران مسلمان هست در آمریکا. من یک برنامه‌ای داشتم در رادیو فارسی عربستان سعودی، تقریبا حدود 10 سال دوام کرد، به نام چگونه به اسلام هدایت شدم. شاید حدود 200-300 تا شخصیت غربی از مانند یوسف استیز، مانند یوسف اسلام، خیلی از شخصیت‌های بزرگ مسیحی رو که یا غیر مسیحی رو یا کمونیستایی رو که مسلمان شده بودن، در این برنامه من زندگی نامشون رو بیان کردم. با بعضیشون مصاحبه هم داشتیم. چیز جالبی که در زندگی یوسف استیز، من رو حتی در برنامه‌ای رو 3 بار کارگردان برنامه رو وقت ثبتش متوقف کرد، به خاطری که نتونستم جلوی اشکای خودم رو بگیرم. این کشیش بزرگ مسیحی میگه من در شبی که صبحش دیگه کلمه شهادتین رو خوندم و کلمه شهادت رو خوندم و مسلمان شدم، میگه در درونم یک آشوبی بود، یک انقلابی بود. یکی من رو میکشید به طرف اسلام، یکی میگفت نه تو این دین تو خوبه، راه تو خوبه، درسته. تا اینکه سر به سجده گذاشتم، میگه خودم رو مثل مسلمان ها روی زمین انداختم، در همون صحن کلیسا فکر کنم، میگه روی زمین انداختم یا در خانه نمیدونم، میگه گریه کردم که بارالله راه درست به من نشون بده، من راهمو گم کردم. از یک طرف اسلام با این خوبیاش، قرآن با این خوبیاش، از یک طرف این کلیسا و منصب و مقام و پول و این، موندم که کدوم طرف برم. میگه نزدیکای صبح بود که دیگه اسلام همه وجودم رو در بر گرفت و کلمه شهادتین را خواندم و مسلمان شدم و امروز یکی از بزرگترین دعوتگران به سوی اسلام هست. الله سبحانه و تعالی با عمرش برکت بده. واقعا شاید عمر 80 هم بیشتر باشه، اما ماشاءالله حدود 20-25-30 سال هست که داره دعوت به اسلام میکنه و بزرگترین مراکز و مساجد اسلامی رو در اروپا و آمریکا تأسیس کرده. این که در درون یوسف استیز و همه کفار اونا رو به طرف اسلام کشاند، همون فطرت سالم بود. ببینید این فطرت سالم است. فطرت سالم میگه لا اله الا الله. هر موقعی که یک انسان کافر برای او توحید، یکتاپرستی عرضه میشه، چرا قبول میکنه؟ چرا حتی اگر قبول نکنه ردش نمیکنه؟ هلا کسایی که عناد داشته باشن، چون که این سر میخوره با اون فطرت سالم، با اون توحید و یکتاپرستی که در درون این شخص وجود داره. به خاطر همین میگن که بعد از این که ما اسلام آوردیم، احساس آرامش درونی کردیم. این احساس آرامش درونی چی است؟ چون که یک مجادله، یک جنگی بین فطرت سالمی که در درون تو الله سبحانه و تعالی در روز الستو بربکم قرار داده بود و این واقعیت های زندگی که تو داشتی در اون زندگی میکردی، اینا همیشه در تضاد با هم دیگه بودن. وقتی که توحید بر تو عرضه شد و قبولش کردی و فطرت سالم تو، فطرت لا اله الا الله درون تو با آنچه که به تو عرضه شد با هم دیگه سر خوردن، با هم دیگه برابر آمدن، در اونجا تو احساس آرامش میکنی. این از فطرت سالم که الله سبحانه و تعالی برای ما این رو
بیان کرده. بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جایی میرفتن که یک زنی داشت کودکش رو خیلی بهش لطف میکرد و اون نگهداری میکرد و شیر میداد. حضرت عمر خیلی تعجب کرد از این صحنه، از این مهر و عطوفتی که این مادر نسبت به کودکش داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شدن، گفتن ای عمر، آیا این زن کودکش رو با آتش میندازه؟ گفت نه یا رسول الله، چطور این مادری به این مهربانی کودکش رو با آتش بیندازه؟ گفت الله سبحانه و تعالی به بندگانش از این مادر نسبت به کودکش مهربان تر است. یعنی هیچ وقت الله سبحانه و تعالی اینجوری نیست که اونجا یک کوره آدم سوزی آماده کرده فقط میخواد که شما رو اونجا بندازه. الله نمیخواد شما رو اونجا بندازه. الله نمیخواد شما رو اونجا عذاب بده. الله نمیخواد شما رو با آتش بندازه. این مسیری است که انسان‌ها خودشون انتخاب میکنن. وقتی یک انسانی به ندای فطرت و به ندای درون خودش لبیک نمیگه، وقتی یک انسانی به طرف گمراهی و ضلالت میره، طبیعتاً که جزا و پاداش او باید بر حسب آن گناهی که انجام داده باشه. مثلا امروز در دنیا اگر کسی کار خوب بکنه، به عنوان یک شهروند خوب، به عنوان یک انسان خوب، به عنوان یک به اصطلاح سیتیزن خوب بهش نگاه میکنن. اما اگر یک انسان بد باشه، انسان جنایتکار باشه، بهش که مدال نمیدن، که ازش تقدیر نمیکنن، میندازنش گوشه زندان. پس اگر بعضی میگن این بی‌عدالتی خداوند است، اگر علیاذ بالله این بی‌عدالتی باشه، پس در این دنیا هم بی‌عدالتی است. در زندان ها رو باز بکنی، چرا اون طرفی که رفته دزدی کرده میندازید زندان که عذاب بکشه اونجا؟ چرا آزادیشو ازش سلب میکنید؟ الان میایم رو اصل مطلبی که الله سبحانه و تعالی در این مورد برای ما در آیات و احادیث بیان کرده که آیا کودک یک انسان غیر مسلمان، آیا این کودک به جهنم میره یا به بهشت میره؟ این از امور غیبی است که الله سبحانه و تعالی در حیطه قدرت او تعالی است و ما مسلمان ها از اون خبر 100% و دقیق نداریم. اما آنچه که از لابلای نصوص شرعی برای ما بیان شده، اول این است که اجماع علمای اهل سنت و جماعت و مسلمان بر این است که اطفال مسلمانانی که مسلمان هستن، پدر و مادری که مسلمان هستن، کودکانشون که هنوز بالغ نشدن از دنیا میرن، اینا مستقیم میرن به کجا؟ به بهشت. این اجماع علمای اهل سنت و جماعت است. اما اختلاف در کجا هست؟ در مورد اطفال کفار، که آیا اطفال کفار به دوزخ میرن یا به بهشت میرن؟ در حقیقت الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی اما یشرکون. الله سبحانه و تعالی هر چیزی رو که بخواد انجام میده. کسی نمیتونه به الله سبحانه و تعالی چیزی رو بقبولانه و الله سبحانه و تعالی پاک و منزه است از آنچه که بر الله سبحانه و تعالی تهمت میبندن یا به او شریک میسازن. این یک مسئله، اینو باید ما بهش اعتقاد داشته باشیم. دوم این که الله متعال میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. وقتی الله سبحانه و تعالی حکمی رو صادر میکنه، میگه این جهنمی است، این بهشتی است، این است، این اون است، مسلمان، انسان مؤمن حق نداره که در اینجا بگه والا نظر من اینطوری است و به فکر من اینطوری باید می بود. چرا باید اینطوری بشه؟ چون الله سبحانه و تعالی مالک است، خالق است، صاحب قدرت است و یک مسلمان، یک انسان مؤمن حق نداره که همچین سوالی رو از الله سبحانه و تعالی بپرسه. خب الان در مورد این که اطفال کودکان غیر مسلمان با اونها چه معامله میشه؟ در حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بخاری، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اطفال کفار وقتی که از اونها پرسان شد، ایشان فرمودن که الله اعلم بما كانوا عاملین. الله سبحانه و تعالی بهتر میدونه که اونها چی کار میکردن یا اگر بزرگ میشدن چه عملی رو انجام میدادن. این یک حدیثی است که بعضیا از این حدیث این برداشت رو کردن که اطفال کفار یا کودکان کفار
وارد جهنم میشن. بعضیا این برداشت کردن. اما آنچه که جمهور علما بر آن به اصطلاح به این رأی هستند این است که وقتی که انسان‌های کفار و غیر مسلمان فرزندانشان میمیرن، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اونها رو مورد اختبار قرار میده. یعنی چی؟ مورد امتحان قرار میده. از اونها میپرسه که این مطلب رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در صفحه 303 مجموعه فتاوا خیلی مفصل توضیح داده. دوستان اگر بتونن این مجموعه فتاوا ابن تیمیه صفحه 303 جلد 4 رو نشون بدن. قال الشيخ واطفال الكفار اصح الاقوال فيهم الله اعلم بما كانوا عاملين. صحیح ترین قول که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این است که الله سبحانه و تعالی بهتر میداند به اینکه آنها چه عملی انجام میدادند. و در اینجا در یکی از رویاهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو در اینجا ذکر میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در خواب ابراهیم خلیل رو دیدن که در نزد او اطفال مؤمنین بودن. اطفال مؤمنین در نزد ابراهیم علیه السلام در جنت. و همچنین پرسیده شد از رسول الله یا رسول الله و اطفال المشرکین، کودکان مشرکین چطور؟ قال و اطفال المشرکین، کودکان مشرکین هم با ایشان بودن. برداشت تعداد کثیری از علما بر این است که وقتی که بر اساس این رویای پیامبر صلی الله علیه وسلم که رویای صادق است، اطفال مشرکین هم وقتی که قبل از بلوغ از دنیا رفته باشند به دلیل فطرت سالمی که در وجود کودکان است و حدیث دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولود یا کودکی با فطرت اسلام به دنیا میاد، این پدر و مادرش هستن که او رو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا آتش پرست میکنن. پس اطفال کودکان غیر مسلمان هم در بهشت هستند. و در حدیث و چندین حدیث دیگری در حدیث صحیح آمده است که انهم یوم القیامه فی عرصات القیامه یؤمرون و ینحون فمن اطاع دخل الجنه و من عصى دخل النار. این روایت دیگری است که در روز قیامت که تعداد زیادی گفتم از علما به این نظر هستند، اونها مورد به اصطلاح امتحان قرار میگیرن. در روز قیامت مورد امتحان قرار میگیرن. الله سبحانه و تعالی اونها رو امر و نهی میکنه. امر الله سبحانه و تعالی را قبول کردن وارد بهشت میشن، اگر نکردن چی میشن؟ وارد جهنم میشن. این به خاطر امتحان، به خاطر اون اختیاری است که در وجود انسان الله سبحانه و تعالی به خاطر انتخاب راه درست از راه نادرست در وجود انسان قرار داده. این مسئله را الله سبحانه و تعالی در سوره انسان برای ما خیلی واضح و آشکار بیان میکنه که من این سوره رو خدمت شما عزیزان در اینجا اوایل سوره انسان هست. در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را از یک نطفه آمیخته مرد و زن آفریدیم و او را مورد امتحان قرار میدهیم. چرا که او را سمیعا بصیرا، او را شنوا و بینا قرار دادیم. الله سبحانه و تعالی برای ما چشم داده، برای ما گوش داده که با چشم و گوش ما راه درست از نادرست رو چی کنیم؟ انتخاب بکنیم. ان هدیناه السبیل، ما راه را برای او نشان دادیم. راه را الله سبحانه و تعالی به دو وسیله به ما نشان داده، به همه بشر. یکی آن فطرت سالمی است که در درون ماست که همیشه ما را به طرف خیر، به طرف توحید، به طرف یکتاپرستی میخوانه. یکی دیگر پیامبران و انبیای الهی است که الله سبحانه و تعالی به آنها کتاب فرستاده، آنها در بین بشر آمدن، مردم رو به یکتاپرستی و توحید دعوت کردن. این هدینا السبیل، راه را براش نشون دادیم، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکرگزار میشه راه درست میره یا کافر میشه راه غلط میره. اگر راه غلط رفت ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا، ما برای کافران چیکار کردیم؟ غل و زنجیر و دوزخ را آماده کردیم. اما اگر راه شاکر شد و راه درست رفت ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، انسان‌های خوب وارد بهشت میشن و از شراب گوارای بهشتی در آنجا چیکار میکنن؟ نوش جان میکنن. پس
عزیزان من، الله سبحانه و تعالی برای ما چشم قرار داده. مثلا در سوره بلد خیلی جالب میگه که علم نجعل له عینین، آیا برای دو چشم قرار ندادیم؟ و لسانا و شفتین، زبان و لب برای او قرار دادیم. و هدیناه النجدین، دو راه، یا همون راهی که در سوره انسان هم ذکر شده. و هدیناه النجدین، راه خوب و راه بد رو هم برای او آشکار کردیم. پس انسانی که الله سبحانه و تعالی برای او عقل داده، شعور داده، تمیز داده و گوش داده، چشم داده، زبان داده، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان مطالعه بکنه، انسان جستجو بکنه. ببینید امروز درون هر مسلمان 1001 شک و شبهه در مورد الله، پیغمبر، قرآن، دین وجود داره، مثل این برادری که این سوال رو از ما کرد. حین همین شبهات تنها در وجود ما نیست، در بین کفار هم وجود داره. مثلا الان 3 خدا وجود داره، یکی خدای پدر، یکی خدای پسر، یکی خدای روح القدس. بعد میگن این 3 خدا یک خداست. بعد این وقتی که جدا میشن اینا، بعد میشن 3 اقلیم، یعنی 3 چیز جداگانه. مثل که من در اینجا بگم اینجا ماوس هست، کامپیوتر است و این لیوان چایی است. شما بینندگان عزیز الان این رو به عنوان 3 تا شی به وسیله عقلتون، چرا همیشه الله سبحانه و تعالی میگه سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا، سمیعا بصیر؟ چرا میگه گوش دادیم، چشم دادیم، گوش دادیم، چشم دادیم؟ چون شما با چشمتون دیدید که لیوان هست، ماوس هست، کامپیوتر است. بعد من به شما بگم که دوستان عزیز، اینجا لیوان و ماوس و کامپیوتر هست، اما هر 3 اینها یکیست. اسمش هم هست مثلا صندوق عجایب. شما چشم دارید، گوش دارید، شنیدید حرف من رو؟ من گفتم که لیوان است و ماوس است و کامپیوتر. بعد با چشمانتون دیدید که 3 شی جداگانه است، یکیش کامپیوتر است، یکیش ماوس است، یکیش لیوان است. بعد من بگم که نه، این 3 تا هر 3 تا یک چیز است و آن هست صندوق عجایب. و عقلی که خدا به شما داده این رو قبول نمیکنه. و این تضاد در عقل و مغز همه مسیحی ها وجود داره، همه مسیحیان. به خاطر همین مثلا برید کاتولیک هست، پروتستان هست، ارتدوکس هست، جلسات اینها، کنفرانس هایی که داشتن، آخرین کنفرانسشون در سال 1800 و نمیدونم چند بود که در اونجا خلاصه به یک چیز رسیدن، به یک اتفاق رسیدن که بله خدا یکیست اما در 3 قالب وجود دارد که خدای پدر است و پسر است و روح القدس. این دروغی که اینا ساختن تسلیس، این عقل همه مسیحی ها رو چیکار کرده؟ به اصطلاح قاطی پاتی کرده. همیشه این سوال در ذهنشون هست، چطور امکان داره که 3 تا پدر که گفتی خب یک انسان پیر ریش سفید، تصوری که مثلا شما تو ببندید تصور کنید مثلا همین حرف مسیحی ها رو، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. روح القدس همون جبرئیل. چشمتون رو ببندید تصور کنید خدای پدر یک پیرمرد خیلی زیبای با هیبت، با ریش سفید در ذهنتون میشه. وقتی میگید خدای پسر، همون به اصطلاح بازیگر فیلم عیسی علیه السلام در نظر شما مجسم میشه. یک پسر چشم سبز، موی زرد، خیلی خوشگل، زیبای، قد بلند، کتاب انجیل هم زیر بغلش، حواریون هم 4 دور و برش، یک نوری هم اطراف سرش. این شد خدای پسر. روح القدس خب به شکل یک کبوتر سفیدی که دور و بر اینها داره میگرده. این تصور ذهن شما میشه از این 3 خدایی که اینها میگن. اما من بیام به شما بگم نه، این 3 تا یکیست، عقلتون جام میکنه، میگید نه، چطور امکان داره یکی باشه؟ پس خداوند وقتی عقل داده به یک مسیحی که برای او عرضه شده از طرف پدرش، مادرش، کلیسا، مملکتش، کشورش که خدا اینجوری است، و اسلام به او میگه نه، این که میگن اشتباس، خدا واحد احد است، فرد صمد است، الذی لم یلد ولم یولد، نه زاده شده و نه زایده، ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس مثل مانند او نیست. این خدایی است که خدای حقیقی است که ما به تو عرضه میکنیم. این انسان بر اساس فطرت سالمش این خدایی رو که یک مسلمان با این اوصافی که در قرآن آمده ولایق و شایسته ذات اقدس الهی است برای او عرضه میکنه، این رو باید قبول بکنه، چون فطرت سالم در وجود او قرار داره. این رو باید قبول بکنه، اما این قبول نمیکنه، عناد میکنه.
وقتی که عناد میکنه، قبول نمیکنه، حالا شما میخواید به زور این رو بفرستید وارد بهشت چون آدم خیلی خوبی است؟ این ظلم است. پس در اینجا ما دو گروه داریم. یکی گروهی که کودک هستن که گفتیم مسیر اونا مشخص است. اصح قول این است که مورد اختبار و امتحان قرار میگیرن، اگر کامیاب شدن وارد بهشت میرن و اگر ناکام شدن وارد دوزخ میشن و این ظلمی بر هیچ کسی در اونجا صورت نمیگیره. اما هیچ کسی 100% مسیر اونها رو نمیتونه 100% بگه که بهشت میرن یا جهنم میرن. این به دست الله سبحانه و تعالی است و ما ایمان و یقین داریم که الله سبحانه و تعالی به هیچ کس ظلم نمیکنه. بعد از اون الله سبحانه و تعالی میگه که ما پیامبران رو فرستادیم، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه. ما پیامبران رو فرستادیم، پیامبرانی که بشارت میدن، مردم را از گمراهی و از ضلالت دور نگه میدارن که بعد از اون برای کسی حجتی نمانه، نگه والله من خبر نداشتم. و در ادامه تاکید میکنه که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما هیچ قومی رو عذاب نمی کنیم، به جهنم نمی فرستیم، در آتش نمی سوزانیم بدون دلیل تا اینکه به سوی آنها پیامبری رو بفرستیم. پس آیا یک گروهی که در یک جنگلی زندگی میکنن، در یک کشوری زندگی میکنن، چشم و گوششان بسته است، هیچ دعوتی به اونها نرسیده، هیچ دینی بر اونها عرضه نشده، آیا الله سبحانه و تعالی اینا رو میبره عذاب میکنه؟ آیا الله سبحانه و تعالی اینا میبره با آتش میندازه؟ طبق این آیات و احادیث صحیحی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما رسیده، قومی که، گروهی که به اونها دعوت توحید و اسلام نرسیده باشه و اونها از واقعیت‌های دین خبر نشده باشن و عذر شرعی و جدی داشته باشن که دین و دعوت به سوی آنها نرفته، به آنها عرضه نشده، در اون صورت این انسان‌ها مورد عذاب قرار نمیگیرن. وانگهی آیا همه اینها خوب و بدشون وارد بهشت میشن؟ نه خیر، این در نزد الله سبحانه و تعالی است. چون حتی در بین همان جوامعی که از دین و از خدا و پیغمبر از همه چیز دور شد، در جنگل ها هم زندگی بکنن، در بین اونها هم انسانهای خوب و بد وجود داره، انسانهای متعدی و تجاوزگر و انسانهای قانع و متقی وجود داره بر اساس همون معیارهایی که در اون جنگل هست. وانگهی یک چیز دیگری که من تعجب کردم از سوال دوست عزیز، کی گفته که همه مسلمان ها میرن به بهشت؟ این هم یک اشتباهی است که ما فکر میکنیم. امروز خیلی از کسانی هستن دور و بر ما کلمه میخوانن، نمازم میخوانن، اما منافقن، هیچ به خدا هم اعتقادی ندارن، همه این کارهایی هم که میکنن ریا هست، با کله میره اسفل السافلین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینایی که تظاهر به اسلام میکنن، کلمه هم میگن و اسمش هم احمد و محمود است، اینا فی الدرک الاسفل من النار، به خاطر نفاقی که دارن در از جایگاهشان از جایگاه کفار هم پایین تر است در دوزخ. این یک مسئله. حتی انسان‌های مؤمنی که به خدا، به توحید، به یکتاپرستی اعتقاد دارن، همه اینا میرن به بهشت؟ کی گفت همه اینا میرن به بهشت؟ همه اینها مورد حساب و کتاب قرار میگیرن و آنهایی که گناه‌های کبیره مرتکب شده باشند و گناهایی که مستحق جهنم باشن و مستحق عذاب جهنم باشن، میرن عذابشان را اونجا نوش جان میکنن، بعد از اون مدت عذابشون که تمام شد، بعد از اون وارد بهشت میشن. هیچ کسی رو در این انسان در این دنیا غیر از انبیا و معصومینی که هستن، انبیایی که معصوم هستن و کسانی رو که بشارت بهشتی بودنشان از طرف الله و رسولان الهی داده شده، دیگه برای هیچ کسی ما نمیتونیم بگیم که این حتما بهشت میره، این حتما دوزخ میره. برای ما کلی میگیم انسان موحد و مسلمان و نیکوکار وارد بهشت میره بدون اینکه مشخص بکنیم کسی رو. به خاطر همین میگه نگید که فلانی شهید است. بابی داریم در بخاری، چون وقتی اگر شما گفتید که یقینا 100% فلانی شهید است، بر او حکم بهشتی بودن کردید. شما از درون او خبر دارید، از قلبش خبر دارید که به خاطر چه جهاد کرده، به خاطر چی کشته شده؟ شاید اصلا به خاطر منصب و پول و به خاطر این مسائل کشته شده باشه. کسی که به خاطر پول و منصب اینا بود که بهشتی نمیشه، که شهید نمیشه. این مسائلی است که ما باید در مورد آن دقت بکنیم. علما بعد اومدن این رو تفصیل دادن
اومدن علما چیکار کردن؟ این رو تفصیل دادن. مسئله کودک حل شد، در اونجا دیگه بحث نمی کنیم. اما الان بحث ما سر انسان‌های بزرگی است. خب حالا یک انسانی است در یک جامعه زندگی میکنه، علما اومدن تقسیم کردن، گفتن فرق است بین انسان مقلدی که از پدر و مادرش و جامعهش تقلید کرده و متمکن بوده در علم و معرفت، یعنی سواد داشته، علم داشته، از پدر و مادرش تقلید کرده و میتونسته بره بحث بکنه، جستجو بکنه، سرچ بکنه، سواد داشته، کامپیوتر داشته، گوگل داشته، چت جی پی تی داشته، میتونسته بره در مورد اسلام بحث بکنه، تحقیق بکنه، جستجو بکنه. و بین کسی که این امکانات رو نداشته، نه سواد داشته، نه علم داشته، نه امکانات این رو داشته که در مورد ادیان و مذاهب و الله سبحانه و تعالی بره بحث و تلاش و جستجو بکنه، آیا این دو نفر در نزد الله سبحانه و تعالی وقتی عرضه بشن هر دوتاشون یک نوع باشون برخورد میشه؟ نه خیر. آن که علم نداشته، آن که امکانات نداشته، این انسان معذور است، و آن که علم داشته، سواد داشته، امکانات داشته، معذور نیست. نمیتونه اونجا عذر بیاره که والله بارالله من خبر نبودم. الله سبحانه و تعالی که نمیشه چیزی ازش پنهان کرد. میگه بله اون روز که داشتی سرچ میکردی در گوگل، یک فیلمی اومد، یک نفری داشت در مورد اسلام صحبت میکرد، اون تعصب تو، اون به اصطلاح عصبیت مسیحیت تو سبب شد که کلیپشو خاموش بکنی، اصلا بهش گوش نکنی، در حالی که باید گوش میکردی، میفهمیدی که اسلام چی است. شاید اسلام بهتر از مسیحیت بود برای تو در اون موقع، اما تو نبستی. تعصبت، غرورت، عصبانیتت و اون عصبیتی که در مورد تعصبی که در مورد مسیحیت داشتی سبب شد که تو اون کلیپ رو نبینی. یا فلان روزی که در فلان کوچه داشتی میرفتی به عنوان توریست، مثلا در اردن، در عربستان، در کویت، در ترکیه، در فلان کشور، یک شخص مسلمانی اومد به تو اسلام عرضه کرد، یک کتابی در مورد اسلام به تو داد، تو نگاه کردی که این کتاب در مورد اسلام، رفتی در هتل پارش کردی، انداختی سطل آشغال، در حالی که سواد داشتی، عقل داشتی، بعد اون رو میخوندی. این انسان با اون انسانی که نه سواد داره نه امکاناتشو داره، هر دو اینها در پیشگاه خداوند حاضر بشن، با هر دو یک نوع برخورد میشه که هر دو کافرن، باید برن به جهنم. اگر این کار بشه که علیه بالله ظلم است. نه خیر، با هر کدامش الله سبحانه و تعالی بر اساس آن عمل کردشون چیکار میکنه؟ در اونجا برخورد میکنه. بعضیا که به خاطر با اراده خودشون یک راهی رو انتخاب میکنن. الان امروز شما یک فرزند مسلمان رو نمیتونید مجبور بکنید که هر آنچه که اعتقادی که پدر و مادرش داره اون باید عین اون رو کاپی بکنه. نه، خودش میره بحث میکنه، تلاش میکنه، جستجو میکنه، مطالعه میکنه. و این در مورد کفار هم هست. و هیچ کس در جهان امروز نمیتونه عذر بیاره که والله من خبر نبودم. بعد علما اومدن مفصل در این مورد بحث کردن. کسانی که کور هستن، کر هستن، کسانی که به اصطلاح دیوانه هستن، کسانی که عقل و شعور ندارن، کسانی که اصلا به اصطلاح بیماری های روحی و روانی دارن، آیا اینها مثلا یک کودک مسیحی با یک بیماری روحی به دنیا آمده که عقل نداره، دیوانه است، آیا این بزرگ شد میره وارد جهنم میشه؟ حتی علما در مورد اینها اومدن مفصل بنابر احادیث و روایات و آیات قرآنی بحث کردن که الله سبحانه و تعالی کسی رو که عذر داشته باشه اون رو عذاب نمیکنه. کسی که اون به اصطلاح فهم و درک و امکانات رسیدن به حق رو نداشته باشه الله سبحانه و تعالی او رو عذاب نمیکنه. یا مستقیم میفرستدش به بهشت، یا با عقل و با شعور و با اختیار او رو مورد چیکار میکنه؟ اختبار قرار میده تا که چیکار بشه؟ اونها رو مسیرشون رو مشخص بکنه. اما اینی که من برای بار دوم میخوام تکرار بکنم، این حکم اخروی جداست، حکم دنیوی جداست. در دنیا اطفال و کودکان و غلامان و کنیزان کفار حکم کیا رو دارن؟ حکم پدر و مادر و سردارشون رو دارن. این حکم ظاهری است در دنیا، اما در آخرت این در پیشگاه
الله سبحانه و تعالی بیان میشه. در حدیثی که از اسود ابن سریع از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که در روز قیامت مرد کر، مردی که نمیشنوه، کسی که احمق است و کسی که عقل نداره و کسی که مرده در زمانی که یک زمان دیگری هم خدمتتون عرض بکنم، زمان فتره بهش میگن. فتره زمانی است که مثلا پیامبری موسی علیه السلام آمده، مردم بهش ایمان آوردن، تعدادی کفر ورزیدن، موسی علیه السلام از دنیا رفته، تا عیسی علیه السلام هیچ پیامبری دیگری در این وسط نبوده. بعد از 50 سال 100 سال توحید و یکتاپرستی که موسی علیه السلام بهش دعوت میکرد از بین مردم ناپدید شده، اما عده‌ای از مردم با همون اخلاق و مواصفات خوبشون ماندن، تجاوز نکردن، تعدی نکردن، شاید مرتکب گناهان صغیره‌ای شدن اما انسانهای بدی نبودن. آیا این انسانها جهنم میرن یا بهشت میرن؟ در مورد اهل فتره هم همین است که یا به بهشت میرن یا مورد امتحان الهی قرار میگیرن. به طور مثال در ادامه همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی به اینا میگه که یک آتش بزرگی است به همین کسایی که به اصطلاح در اونجا مورد امتحان قرار میگیرن، بهشون گفته میشه که برید وارد آتش بشید. اینجا الله رو دیدن، قیامت، بهشت، دوزخ، همه چیز رو دیدن. الله سبحانه و تعالی میگه برید وارد آتش بشید. عده‌ای میرند چون اطاعت امر الهی است. به مجردی که وارد آتش میشن، این آتش تبدیل به یکی از باغ‌های بهشت میشه براشون. اینا میشن اهل بهشت. و اونایی که سر باز میزنن از امر الهی، با وجودی که همه چیز رو فهمیدن و دیدن با چشم سرشون، اطاعت امر الهی رو نمیکنن، اینا رو الله سبحانه و تعالی وارد آتش حقیقی میکنه و در اونجا جاودانه میسوزن. این مسیری است که الله سبحانه و تعالی برای کفار و برای مسلمان ها در اینجا بیان می کند. یک روایت دیگری را رسول الله صلی الله علیه وسلم در بخاری است که امام نووی در مورد این روایت خیلی جالب می‌فرماید که الله متعال می‌فرماید که و انی خلقت عبادی حنفاء كلهم، من همه بندگانم را با فطرت سالم، یعنی با توحید، با یکتاپرستی خلق کردم، ای مسلمین. و قیل طاهرین من المعاصی، و گفتن که پاک از گناهان. و قیل مستقیمین منیبین لقبول الهدایه، که انسانها رو الله سبحانه و تعالی درونشان فطرتی قرار داده که اینها هدایت رو قبول میکنن، حق رو قبول میکنن. فاجتالتهم ای استخفهم فذهبوا بهم و ازالوهم و عما كانوا علیه و جالوا معهم فی الباطل. بعد شیطان میاد اینها رو چیکار میکنه؟ شیطان میاد اینها رو وسوسه میکنه، اینها رو به طرف گناه و معصیت و کفر و شرک میکشانه. اینها ندای فطرت سالم رو جواب نمیدن، به دنبال اونه. به خاطر همین ببینید همیشه انسان گناه میکنه پشیمان میشه. چرا پشیمان؟ این پشیمانی که ایجاد میشه بعد از گناه چی است؟ کسانی که الان میرن مثلا به کلیساها، به صلیب سجده میکنن یا شرک میورزن، آرامش درونی ندارن. چرا؟ چون فطرت این انسان ها بر اساس توحید و یکتاپرستی است. هر وقتی که انسان خلاف فطرتش عملی رو انجام میده، در اون صورت چی میشه؟ در اون صورت این انسان در درون خودش یک جدالی رو احساس میکنه که بعضی ها اینا از به عنوان وجدان، بعضی اینا به عنوان ضمیر، بعضی از اینها به عنوان حس درونی، بعضی ها میگن که والا روح هم آرام نیست. همه این اصطلاحات هرچی که هست که مردم به اصطلاح استخدام میکنن، همه اینها همون فطرت سالمی است که الله سبحانه و تعالی قرار داده و به قول امام نووی رحمت الله علیه که یا مسلمین، طاهرین، مستقیمین و منیبین لقبول الهدایه، آماده برای قبول کردن هدایت الله سبحانه و تعالی. که این دوست عزیزمون جواب سوالشون رو گرفته باشن. بعدم اگر هم که نگرفتید میتونید دوباره پیام بفرستید، انشاءالله مفصل تر در این مورد صحبت خواهیم کرد.
بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. دوستان عزیزی که تماس میگیرید لطفاً در جایی که سر صدا و شلوغی نباشه که ما صدای شما رو واضح داشته باشیم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگه من حاضر بودم یک زنگ اول. بفرمایید. بسیار با هیجان بودم استاد، به شما زنگ زدم. سلامت باشید. بسیار سوال‌ها از خاطرم برآمد راستی استاد. والا یک بار سوال کردید، فرصت بدید بقیه دوستان همچون تعداد زیادی از عزیزان پشت تلفن هستن. یک سوال بفرمایید. در خدمت شما هستم، بفرمایید. در همین ما انانه شده است که مثلا وقتی که انسان از دنیا میگذرد وفات میکند، همچون یاد بود هر سال روزی گذشته جمع شده یا روزستان هم پخته در اونجا قرآن قرائت کردن، خیلی که با کارا بسیار موبر. درست. اینا هیچ کدامش شرعی نیست. مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که عزاداری فقط 3 روز است. 3 روزی هم که عزاداری است، کسی که از خانواده‌ای که کسی که فوت کرده باشد اونها غذا نمیپزند، بلکه همسایه ها و قوم خویش غذا میپزند، به خانه آنها میفرستند. متوجه شدید؟ 3 روز. این 3 روز که تمام شد تا قیامت دیگر روز 2 و روز 3 و روز 7 و روز 40 و روز سال و اینها شرعاً وجود ندارد. کسی که این اعمال را انجام میدهد نه خیری برای مرده میرسد، بلکه خودش گناهکار میشود. یک بدعتی رو در دین ایجاد کرده است، یک عمل زشت مخالف قرآن و مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. عزاداری از روزی که میت میمرد تا 3 روز فقط. بعد از 3 روز عزاداری وجود ندارد غیر از برای زن که عده میگذراند. خب استاد فهمیدم. هزار رحمت استاد، سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. الله مطلب سن کنه. دو سوال دیگه ان شاء الله دفعه آینده. ان شاء الله. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عزیز. خداحافظ شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز گرامی. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. درباره ریش میخواستیم فهمید. بعضی ها حکم شخصونن میگن، بعضی ها واجب میگن، بعضی ها فرض میگن. نظر شما را میخواستیم فهمید. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم. بلندیش چقدر باید باشد مثلا؟ باش، در این مورد صحبت میکنم. زنده باشید. سلامت باشید. در مورد ریش قبلا صحبت کردیم، در یک برنامه مفصل صحبت کردیم. ریش سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حکمش واجب است. سنت رسول الله سنت بر چند قسم است. یکی سنت های جبلی است که رسول الله صلی الله خاص و ویژه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ما مجبور به متابعت از اون نیستیم و از بعضی از اونها متابعت هم نمی کنیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم با 9 تا یا 11 تا زن ازدواج کردن. یکی 11 تا زن بگیره بگه من متابعت از سنت می کنم. نه، این سنت هایی است که این خاص به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یا مثلا تهجد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم واجب بود، بر ما واجب نیست، سنت است. خواندی خوب اجر و پاداش میگیری، نخواندی گناه نمیگیری. ریش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر عملی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند و هرگز ترک نکردند و برای ما تاکید کردند که این رو حتما باید انجام بدهید، این حکمش می شود واجب. متوجه شدید؟ عملی که پیامبر انجام دادن صلی الله علیه و آله و سلم هرگز ترک نکردند و ما را هم تشویق کردند و تاکید کردند که آن را انجام بدهیم. نمونه این عمل چی است؟ ریش. رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز ریششان را نتراشیدند. هرگز ریششون رو کوتاه نکردند.
و بلکه در 3 حدیث صحیح و صریح امر کردند: اترک اللحى، ریشتان را بگذارید. احف اللحى، ریشتان را رها کنید. قص الشوارب، ورخ اللحى، ارخ اللحى یعنی دراز بگذارید ریشتان را. و خالف المشرکین، و با مشرکین مخالفت بکنید. مشرکین چیکار میکردن؟ ریش سیبیل میگذاشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم سیبیلاتون رو یا به اصطلاح افغانی بروتاتون رو کوتاه بکنید و ریشتان را بلند بگذارید. آنچه که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، ریش یک قبضه است. یعنی وقتی که از زیر زنخ از اینجا به این شکل گرفته شود، از زیر دست باید از اینجا خارج شود. این رو میگن مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. از این که کوتاه‌تر باشد، مثل ریش من کوتاه‌تر باشد، این مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. ما یعنی حق است انسان باید بگه. بعضی هستن خودشون یک عملی رو انجام میدن، بعد به خاطر اینکه توجیه بکنن پیش مردم 10 تا به اصطلاح حدیث و روایت لا یتچسبک و ضعیف و موضوع رو میارن که بگن که والا ریش من مطابق سنت است. نه، ریش مطابق سنت این است که وقتی از اینجا گرفته میشه از زیر زنخ، از این پایین دست باید خارج بشه. این مطابق سنت است. تا اینجا از این کوتاه‌تر بشه مطابق سنت نیست. اما آیا ریش محسوب میشه؟ بله، اما اندازش مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. به خاطر همین ریش گذاشتن حکمش واجب است. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در احادیث زیادی و در 3 حدیث صحیح و صریح با 3 لفظ مختلف، ارخ اللحى، اترک اللحى، وحف اللحى، رسول الله صلی الله علیه و سلم امر کردند. وقتی جایی که امر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، در اینجا حکم واجب است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز ترک نکردند. مثلا تراویح رو پیامبر 3 شب 4 شب خوندن، بعد از اون ترک کردن. 1 شب 2 شب نیامدن مسجد. صحابه جمع شدن، منتظر بودن. شب سوم پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن میدونم که شما در این 3 شب جمع شده بودید، نخواستم که بیایم و با شما نماز تراویح بخوانم به خاطر اینکه از ترس اینکه بر شما واجب شود. چون اگر پیامبر نماز تراویح رو صلی الله علیه و آله و سلم در طول حیاتشون هر شب در ماه رمضان با صحابه میخواندن، بر همه ما واجب بود که هیچ وقت نماز تراویح رو ترک نکنیم. به خاطر همین حکم ریش که هست واجب است. دوست عزیز بزرگوار، بله، سلام علیکم، بفرمایید. رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید. همین قرآن یگام آیتی منسوخ شده است؟ بله، در قرآن کریم آیات زیادی منسوخ شده است. مثلا همین سوره کافرون که همیشه میخوانیم، قل یا ایها الکافرون مثلا لکم دینکم ولی الدین، این رو علما میگن که این آیه منسوخ شده است با آیه جهاد. سوال دیگری بفرمایید. همین گذاشتن توقی استاد حق باشد؟ نه، گذاشتن عمامه مثلا، حالا بیشتر در مورد ریش صحبت کردیم، عمامه پوشیدن سنت است، اما سنت مؤکد پیامبر نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در هیچ حدیثی به ما امر اکید نکردن که ای امت من حتما عمامه بپوشید، حتما یک تاقین بپوشید، حتما یک کلاه سرتان بگذارید. در هیچ جای نگفته. پیامبر سرشان لختم بوده، عمامم گذاشتن، یک چادرم به سرشون انداختن، یک بای عبای خودشون رو به سرشون کشیدن و همه اینا از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده. الله از شما راضی باشد استاد. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. بیننده عزیزی پرسیدن که از ولایت بغلان هستن، گفتن برنامه سفره دیر همیشه تعقیب میکردن، در زندگیشان تغییر زیاد ایجاد شد، خواستن در قریه خودشان یک مدرسه بسازن، به مردم خدمت کنن، اما علم زیاد ندارن. گفتن مدیریت خوب میکنن،
به من مشوره بدین که چه کتاب‌هایی را تدریس کنیم و کیفیت مدرسه را بهتر بسازیم. دوستان عزیز، من بارها اینو گفتم، من مخالف مدرسه ساختن هستم. بعضی دوستان بهشون برخورده بود که والا فلانی دشمن دین است و دشمن اسلام است و دشمن مدرسه است. ببینید، ما چیزی به اسم مکتب و مدرسه در اسلام نداریم. یعنی چی؟ یک جای یک مدرسه دینی بساز، فقط به مردم تجوید و قرآن کریم و شروط الصلات و کافی و شافی و قدوری و اینا رو یاد بده، بس از اونجا فارغ التحصیل میشه ملا. در طرف دیگر مکتب است، در اونجا ریاضیات و فیزیک و ادبیات و کیمیا و بیولوژی و جیولوژی و هندسه و اینا به مردم یاد بده. از اینجا فارغ میشه انجینر، دکتر، مکتبی. بعد در جامعه یک طبقه ملا، یک طبقه مکتبی. طبقه ملا از علم و تکنولوژی خبر نداره، طبقه مکتبی از علم دین خبر نداره. ما همچین چیزی در اسلام نداریم. بزرگترین ریاضیدانان، فیزیکدانان، کیمیادانان اسلام در تاریخ بخوانید، مفسر بوده، فقیه بوده، مجتهد بوده، محدث بوده، علوم دین میفهمیده. چرا؟ چون در ما باید این نظام مدرسه سازی و مکتب سازی رو از بین ببریم. من در یک کلیپ مفصل این رو توضیح دادم. ما باید مکتب بسازیم که در این مکتب شاگردی که از صنف اول، از کلاس اول تا کلاس 12، یعنی دوره ابتدایی، متوسطه و ثانوی، یا دوره به اصطلاح دبستان و راهنمایی و دبیرستان، در اینجا از اینجا فارغ میشه، هم ریاضی بلد باشه، هم کیمیا و بیولوژی بلد باشه، هم جیولوژی و هندسه بلد باشه، و هم تفسیر بلد باشه، هم قرآن بلد باشه، هم حدیث بلد باشه، هم فقه بلد باشه. چه تعارضی داره؟ امروز در خیلی از کشورها طرف از کلاس 12 فارغ میشه، نصف قرآن و حفظ است. طرف از 12 فارغ میشه، تفسیر قرآن بلد است، فقه بلد است، عقیده بلد است. ما یک در جامعه داریم در مکاتب مردم رو با عقیده داروین به بار میاریم، از یک طرف ملای جاهل از علم و تکنولوژی بیخبر به بار میاریم. نه این به درد جامعه میخوره، نه این به درد جامعه میخوره. و این دوتا همیشه از تقریبا 40 سال 50 سال به این طرف در افغانستان خاصتا همیشه اینا با همدیگه درگیر بودن. و امروز خیلی از برخوردهایی رو که ما از طرف طالبان داریم میبینیم در افغانستان، سببش همین عقده ها و کینه هایی است که در طول این 4-5 دهه بین مکتب و بین مدرسه ایجاد شده. خیلی از کارهایی که امروز طالبان میکنن هیچ جایگاهی در شریعت نداره، در اسلام، در دین نداره. این فقط عقده گشایی است بر علیه مردم، بر علیه مکتب، بر علیه دانشگاه، بر علیه پوهنتون، چون که متاسفانه این عقده ها وجود داشته. عده‌ای در مدارس با نان وظیفه، با نان گدایی از در خانه‌های مردم بزرگ شدن، غیر از شروط الصلات و قدوری و کافی چیز دیگری رو نمیفهمن، و عده‌ای هم در مکتب با فیزیک و کیمیا و ریاضی و بیولوژی بزرگ شدن. اینها از دین خبر ندارن، دو مسیر جدا، دو فکر متضاد با همدیگه همیشه درگیر. این مدرسه ای رو میگفت کافر است، این رو میگفت که به اصطلاح متحجر و عقبگرا و نادان است. و هر دو هم حرفشون درست بود. این از دین خبر نداشت، این از علم خبر نداشت. در حالی که الله سبحانه و تعالی، ما صدها آیه در قرآن کریم داریم که ما رو به کیمیا دعوت میکنه، ما رو به فیزیک دعوت میکنه، ما رو به جیولوژی دعوت میکنه، ما رو به فضاشناسی دعوت میکنه، ما رو به علم و معرفت دعوت میکنه. آیه معروفی که همه شما شاید حفظ باشه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. ان فی اختلاف الليل والنهار، اختلاف شب و روز. اختلاف شب و روز این علم فضاشناسی هست یا نیست؟ علم نجوم هست یا نیست؟ اختلاف اللیل و النهار رو که الله سبحانه و تعالی این دلایلی از قدرت خودش بیان میکنه، این رو کی میفهمه؟ اون ملایی که در قدوری و در کافی و شافی در اونجا سرگردان است نمیفهمه اینو. اینو کسی میفهمه که با تلسکوپ و با جیولوژی و با فضاشناسی و با ستاره شناسی سر کار داشته باشه. یک ستاره شناس مسلمان عجایب قدرت الله سبحانه و تعالی رو در کائنات بهتر از یک ملایی که هیچ چیزی خبر نداشته باشه از علم و معرفت اصلی متوجه میشه. یک دکتر مسلمان و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفس خودتان آیا شما نگاه نمی کنید، بینا نمیشید؟ الله سبحانه و تعالی مگه در همین قرآن کریم مراحل جنین رو برای ما بیان نمیکنه؟
نطفه و علقه و مضغه ثم انشأناه خلقا آخر در قرآن کریم بیان میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر این بیان میکنه که این نشانه های قدرت الله سبحانه و تعالی در جنین است. اگر تو سونوگرافی رو بلد نباشی، اگر تو طب نخوانده باشی، اگر تو اکسره و به اصطلاح رادیولوژی و اینا رو بلد نباشی، تو چطور میتوانی مراحل تطور جنین در شکم یک زن رو بفهمی و ببینی و از قدرت الله سبحانه و تعالی آگاه شوی؟ پس الله سبحانه و تعالی ما رو دعوت میکنه که با قرآن و با سنت و با فقه و با دین به سوی علم، تکنولوژی، پیشرفت و ترقی بریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ننشستن قرآن بخوانن چوف بکنن، مردم رو همه رو مسلمان بکنن، دنیا رو فتح بکنن. ببینید در سال 3 هجری جنگ بدر، 2 هجری و 3 هجری جنگ بدر رخ میده. اسرای مشرکینی که در نزد مسلمان ها اسیر بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم فدیه اونها رو چی قرار داد؟ اسرایی که باسواد بودن. اونایی که بی سواد بودن باید مثلا 100 تا سکه طلا میدادن تا آزاد میشدن. اونایی که سواد داشتن به 10 نفر مسلمان اگر خواندن و نوشتن یاد میدادن آزاد میشدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 2 هجری 1439 سال پیش 1439 سال پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اسیری که با سواد بود اگر به 10 نفر از صحابه خواندن و نوشتن یاد میداد آزاد میشد. مشرک کافر آزاد میشد. مسلمان امروز میاد مدرسه رو مکتب بسته میکنه، خواندن و نوشتن تعطیل، حداقل برای نصف جامعه، برای زنها تعطیل. گپ بزنی آی عمامه سنت پیامبر است، ریش سنت پیامبر است، عبا و قبا سنت پیامبر است. خب علمم سنت پیامبر است. ما یادم میاد ما ملایی بود در کوچه ما کورس انگلیسی میرفتیم، به ما میگفتن کافر شدید به خاطر که اینا انگلیسی میخوانن، کافر شدن، زبان کفار رو میخوانن. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابی رو میفرسته که زبان عبری رو یاد بگیره، زبان عبری، زبان یهود رو یاد بگیره. امروز اگر تو خبر شو ملای منطقه که تو رفتی میخوای زبان عبری یاد بگیری، با 4 کتاب کافرت میکشه. و این یک دسیسه دشمنان اسلام بود که مسلمان ها رو به وسیله همین ملاها چیکار بکنن؟ از علم و از تکنولوژی و از پیشرفت و ترقی دور نگه داشتن. میگن در یک زمانی توپ ها و اسلحه ای رو که عثمانی‌ها غنیمت گرفته بودن از کفار، شیخ الاسلام فتوا داده بود که اینا رو استفاده نکنید که اینا ساخت کفار است. به جای که شیخ الاسلام فتوا بده که اینا رو استفاده کنید و مثل اینها بسازید، گفت که اینا استفاده نکنید که این مال کفار است. سبب چی شد؟ اونها توپ ساختن، هواپیما ساختن، هواپیماهای بدون سرنشین ساختن، F-14 و 15 و 16 و F-35 ساختن. ما هنوزم نشستیم 40-50 سال شده مجاهدین ما هنوز از کلاشینکوف خارج نشدن. چرا؟ نداریم که کسی برامون بسازه. در حالی که در همین قرآن به ما الله سبحانه و تعالی گفته وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، آنچه که میتوانید از قوت. قوت چی است؟ قوت سلاح است. صحابه خودشون قرآن رو تفسیر کردن، گفتن الا ان القوة الرمی، بدانید، آگاه باشید که قوه‌ای که در اینجا شکل شد تیراندازی است. خب تیراندازی، طرف میاد با راکت میزنه تو رو از B-52، تو بیا با تیر و کمان بزن. امکان داره؟ نداره. اون با ارتفاع 2500 متر بالای سر با B-52 با بمب 1000 کیلویی به سر تو میزنه، تو در پایین نشستی با کلاشینکوف میزنی. ببینید امروز سبب شکست ما مسلمان ها چی است؟ چون عده‌ای ملاهایی در بین ما آمدند این انگلیسی نخوان کافر میشی، کیمیا نخوان کافر میشی، فیزیک نخوان کافر میشی، مکتب نرو کافر میشی. چیکار کنم مناسب؟ برو مدرسه برو. چی بخوانم در مدرسه؟ 4 کتاب بخوان گر ضرورت بود روا باشد. بعدش چه بخوان؟ بعدش شرط و صلات بخوان، بعدش چه قدوری بخوان. بعد من از قدر و عظمت کتاب‌های فقهی و دینی نمیخوام کم بکنم، لکن طرف
10 سال در مدرسه خوانده. خب چی خواندی در این 10 سال؟ اینو خواندم، منطق خواندم، فلسفه خواندم. خب منطق و فلسفه به سرت بزنه، نتیجه چی شد؟ شدم ملا. خب چی کاره میشی الان تو؟ اگر کدام مسجد جا پیدا شه امام مسجد، دیگه چی کاره؟ بابا جان ما در اسلام وظیفه‌ای به نام امامت مسجد نداریم. وظیفه‌ای به عنوان مؤذن مسجد نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 10 سال تقریبا در مدینه منوره امامت مسجد کردن. امامت مسجد النبی رو پیامبر غیر از در موقعی که سفر رفتن، جهاد رفتن، حج و عمره رفتن، غزوات رفتن، به جای خودشون کسی دیگری رو تعیین کردن. بقیه شاید چیزی در حدود 9 سال و نیم پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در مدینه بودن. 5 وقت نماز هم امامت کردن. بعد از نماز صبح پیامبر صلی الله علیه و سلم در بازار مدینه میرفتن، خرید و فروش میکردن. خرما میخریدن، خرما میفروختن، زره میخریدن، میفروختن، لباس، پارچه میخریدن، میفروختن. بارها روایات در سیرت دیدید پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو خرید، پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی رو فروخت. خب پیامبر نمیتونست در مسجد بشینه بگه وظیفه من امام مسجد است. هر خانه هر صحابی موظف است که 1 دینار یا 1 درهم هر شب یا هر ماه 1 دفعه بیاره. اگر این کارو میکرد در آخرین حجت الوداع 130,000 نفر از صحابه بودن. فکر کنید 50,000 اگر در مدینه میمودن، آخر ما 50,000 درهم در خانه پیامبر جمع میشد. و اگر انقدر پیامبر رو دوست داشتن که اگر پیامبر آب دهنشون رو مینداختن، صحابه با هم دیگه دعوا میکردن به خاطر که اون رو به خاطر برکت بگیرن. سر آب وضوی پیامبر با هم دیگه دعوا میکردن. اگر پیامبر میگفت که ماهی 1 دینار بدین، با خدا ماه 100 دینار میدادن. اما پیامبر به خاطر امامت از مردم مزد نگرفت. پیامبر به خاطر تعلیم قرآن از مردم پیامبر خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم داسش و تبرش و تیشش رو میگرفت، سرشانه میرفت در بازار کار میکرد. عمر کار میکرد، ابوبکر کار میکرد، عثمان کار میکرد، علی کار میکرد، رضی الله تعالی عنهم اجمعین. همه صحابه کار داشتن، وظیفه داشتن. هیچ کدومشون وظیفهشون والا وظیفه من صحابی است، وظیفه من امامت مسجد است، وظیفه من نبود. چرا؟ تجارت میکردن، کار میکردن، تعلیم میکردن، نان حلال به دست میآوردن. امروز مدارس دینی ما ملای مفتخور تحویل جامعه میده که به درد هیچ چیز نمیخوره، به درد جرز دیوارم نمیخوره. از اون طرف مکاتب ما دکتر و انجینری به تحویل جامعه میده که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. در دنیا از اون کده دکتر حرامزاده، از اون کده دکتر خیانتکار، از اون کده دکتر تاجر که با خون مردم، با جان مردم تجارت میکنه وجود نداره. و وقتی هم که گپ از خدا و پیغمبر بزنی، همه چیز رو انکار میکنه. این مشکل است که متاسفانه و دوست عزیز ما میخوان باز دوباره مدرسه درست بکنن. بله، تا قبل از سن 7 سالگی کودکستان درست بکنید. در کودکستان ها کودکانتون رو با ایمان، با تقوا، با قرآن، با زبان عربی آشنا بکنید. اما بعد از سن 7 سالگی بگذارید برن در مدارس اصلی، هم دین رو یاد بگیرن، هم معرفت رو یاد بگیرن، هم علم رو یاد بگیرن، هم اخلاق رو یاد بگیرن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد مهربان، امیدوارم که خوب و سلامت هستید. سلامت باشید برادر عزیز، بفرمایید. استاد مهربان دو سوال داشتم، سوالی باید کوتاه میدیم ان شاء الله که بفرمایید. فهمید. ما توجیکو یک چیز روزی هسته که در سری مزار میریم، یکم سوال میریم، قرائت قرآن میکنیم، سوره فاتحه، سوره اخلاص را قرائت میکنیم و دعا میکنیم. همین چیز مقصد که بعضی مولوها را گوش کردم میگن که جایز نیست، مقصد بعضیش میگن که جایزه. بعد دیگه سوالم همین که استاد ما به یک جا کار میکنم، مثال حالت تورات میشکنم، مثال پیشاب میکنیم، یعنی بگیم در حال شاید پیشاب میکنم، راستیگه مستحب قانونی کردن، کاملا مستحب کردن با ما کم تا امکانیتش از این طرح کرد. مقصد میشود که ما در خونه مستحب کردن میام بعد بندو خونده بیام و مثال در همین جمع وقتی که پیشاب کردم اما وقتی مردینگی را بوشویم و باقی مونده تورات کنیم مثال. بله هیچ مشکلی نداره، استنجای شرعی امین است، هیچ مشکلی نداره.
خب استنجای شرعی همین است. چشم حتما انشالله. سلامت باشید. ببینید برادر عزیز و بزرگوار، زیارت قبر، زیارت شرعی قبر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما ثابت شده است. زیارت شرعی قبر چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می فرمایند که كنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم. در شروع اسلام زیارت قبر منع شد. چرا؟ چون که در زیارت قبر در زمان مشرکین داد و واویلا و گریه کردن، آی فلان مرده، آی این شده، آی زن و مرد می رفتن در اونجا، یک عالی بود و گنبد و بارگاه و سجده کردن و گریه کردن. مدتی کلا منع شد، اصلا به قبرستان نرید. بعد از اون که دین ثابت شد، عقیده مردم درست شد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من شما را از زیارت قبر منع کرده بودم، اما اکنون می توانید به زیارت قبر بروید، زیرا زیارت قبر شما را به یاد آخرت می اندازد. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این انسان در غرق میشه در دنیا، در ملذات دنیا، به مجردی که امروز مثلا نزدیک ظهر بود، از این منطقه رد می شدم، ناخودآگاه جلوم یک قبرستانی آمد. یک بار همه وجودم لرزید. گفتم یک روزی جای ما هم اینجاست، یک روزی ما را هم میبرن در اینجا دفن میکنن. حالا اگر نصیب بشه، بعضیا همون گور و کفن هم نصیبشون نمیشه. شاعری میگه سرمایه عمرت به جهان یک کفن است، آنم به گمان است ببری یا نبری. طرف میسوزه، طرف غرق میشه، طرف هواپیما سقوط میکنه، مردش هم پیدا نمیکنن. طرف منفجر میشه، بمبی فلان تیکه تیکه میشه، اصلا آثارش هم پیدا نمیکنن. انسان رو قبرستان به یاد آخرت میندازه، انسان رو یک شوک میده به انسان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. زیارت بکنید قبرها رو که شما رو به یاد آخرت میندازه. اما چه زیارتی؟ زیارت شرعی. حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها شبی به بقیع رفتن، به آخرای شب بود، رفتن در اونجا چی گفتن؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین. خوب دقت بکنید، زیارت شرعی. وارد قبرستان شدید، السلام علیکم دار قوم مؤمنین آتاکم ما توعدون غدا مؤجلون و انا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقیع الغرقد. این در مورد اهل بقیع است. روایت دیگری هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زیارت دیگری گفتن که السلام علیکم دار قوم مؤمنون، السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم السابقون و نحن ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا و لكم العافیه. ترجمهش چی است؟ سلام بر شما ای انسان‌های مؤمنی که در اینجا هستید. چرا در اینجا انسان‌های مؤمن ذکر می‌کنیم؟ شاید در اونجا یک منافق باشه، شاید در اونجا یک کافری باشه که برای مسلمان آوردن دفن کردن. هم مخاطب ما کی است؟ مرده‌های مؤمن. سلام بر شما ای مؤمنینی که در اینجا هستید. شما از ما سبقت گرفتید، اجلتان آمد، فوت کردید. و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. ما هم ان شاء الله وقتی که الله متعال بخواهد به شما خواهیم پیوست. برای خودمان و برای شما از الله متعال طلب عاقبت بخیری یا عافیت میکنیم. دعای اول بود که سلام بر شما ای مؤمنینی که در اینجا هستید، بر شما آمد آنچه که به شما وعده شده بود، یعنی اجلتان، اجل شما آمد و ما برای فردا به تأخیر افتادیم. فردایی که مجازی است، یعنی شاید فردا، شاید پس فردا، شاید 1 سال بعد، شاید 10 سال بعد. ما به تأخیر افتادیم برای فردا، یعنی فردای دیگر. و ما هم انا ان شاء الله بكم لاحقون. ما هم به خواست الله به شما خواهیم پیوست. اللهم اغفر لأهل البقیع. میتونیم بگیم اللهم اغفر لأهل اهل المقبره مثلا. این زیارت شرعی است. غیر از این اونجا نشستن، قرآن خواندن، نماز خواندن، اینها
همه اینا اعمالی مخالف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و جایز نیست و بدعت است و نباید یک انسان مسلمان انجام بدهد. ببینید شما در سر قبر یک مرده میرید قرآن میخوانید، هیچ نفع و ضرری برای او نمیرسد. در حدیث صحیح که بارها تکرار کردم، اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، وقتی که انسان مرد نامه اعمالش بسته میشه. 3 چیز: ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای دعا بکند. در هر نمازتون دعا که میکنید دعا بکنید اللهم اغفر لابی، اللهم اغفر لوالدی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات. دعای استغفار بکنید. بارالله، به فارسی به تاجیکی مشکل نیست. بارالله پدر و مادر من را بیاموز، بارالله مراتب آنها را در جنت بالا بگردان. بعد از تلاوت قرآن، بعد از نماز خواندن، بعد از صدقه دادن، بعد از هر عمل خیری که انجام میدید برای پدر و مادرتون دعا بکنید. این دعا میرسد. به سبب این دعای شما مراتب اونها در جنت بالا میشود. دیگه چی هست؟ علم نافع. پدرتون کتابی نوشته، تفسیری نوشته، کتابی در باب هر علمی که به نفع مردم باشه نوشته. تا روزی که این علم در بین مردم هست، اجر و پاداشش برای او جاری است در اونجا. به این میگن صدقه جاریه. یا مسجدی ساخته، یا پلی ساخته، یا مکتبی ساخته، مدرسه‌ای ساخته، دارالحفاظ قرآنی ساخته، مهد کودکی ساخته، بیمارستانی، هر چیزی که عامل منفعه باشه ساخته باشه و مردم از او استفاده بکنن، اجر و پاداشش تا وقتی که این مکان وجود داشته باشه برای این انسان مرده میرسه. اما سر قبر رفته قرآن بخوانید، ختم بکنید، 400 نفر رو ببرید اونجا 400 مرتبه قرآن رو ختم بکنن، هیچ اجر و پاداشی برای اون مرده ندارد. بلکه کسانی که این اعمالی که خلاف قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشند، مرتکب گناه و معصیت میشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم از این اعمال ما رو منع کردن. سلام علیکم. توحیدی برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. الحمدلله. جزاکم الله خیر. بازم سلامت باشید برادر عزیز. همیشه در سنگر حق ان شاء الله تعالی استاد هستین. سلامت باشید. الله شما را اجر دارای نصیب بگردانم. سلامت باشید. واقعا همین تفسیر شما درست به سر علما صاحب همین علمای صاحبش دیروز در توییتر صاحب یک 2 تا مولوی آمدن صاحب باور که خیا اون قدر در جهل و در شرک و خرافات غرق هستند. خودش از افغانستان میگه کرامات اولیا، کرامات اولیا که از دنیا رفت بعد از او در قبرش بره توسل کنه. این حدیث ساختگی میره، حدیث ضعیف از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میگه شما هم به انبیا هم به اولیا هستید. ما گفتم باشید از استاد عزیز من سوال کنم که یعنی اولیا وقتی که اون اولیا آرش خب به شما بهتر معلوم است که به الله متعال میفهم اولیا کی است دیگه کی است. میگه که نه اولیا حدیث است که وقتی از دنیا میره کرامات از یا تا قیامت ادامه داره، بره توسل هر دعایی که میکنی قبول می. این مولوی سه مولوی به هر حال دوید نظام فعلی ما و شما دیگه من نمیفهم سگ این مملکت با باروسی میگه حرف شما بیخی درست حقیقت است که چرا مردم ما گمراه میشه، چرا مردم ایران گمراه شدن. اکثریت به طرف ناباوران و بی خدا و به طرف ایتیست و به طرف نجات پرستی رفتن و مردم ما همچنان نمیدونم مولا و عالمای نداریم که درست دعوتگر و حقیقی با قرآن و سنت باشه. این تو خرافات و شرک در ذهن و دماغ مردم یا پیچ کنیم بگم مردم این تو امروز کلش خرافی برآمده. اکثریت که میبینی خرافی است. این شعله و پرچمی و زبان پرست و بیدین نمی چیزا اصلا نمی ضعیف ضعف نمیبینیم. عالما بوده که نداشتیم که امروز پیدا شدن بلای جان ما طاهر هستند. یک مرض یک دانه سرطانی با ما جور شده بیدینا. دیگه یک سوالی است که استاد عزیز آن کرامات بعد از اولیا دیگه در قبرایشون میره استغاثه کنه و توسل کنه، آیا از نظر شریعت و نظر قرآنی اجازه است؟ دوم سوال ما است که استشهادی یا با اصطلاح خودپرانی و نمیفهم خودکفانی میگن که باز همین 2 تا عالم مولوی دیروز میگفت که در اسلام جایز است. دیگه ما
دو امپراتور که نابود کردن در افغانستان، یعنی استشهادی ها و بمبای ما بود، خودکفی ها، کفانی ما بود. یعنی این هم از شما استاد عزیز این سوال دارم که در این بار انشاءالله تعالی شما بهتر میفهمین، توضیح و تشریح شما را خواهان هستم. از عالم دور و تو احترام. سلامت باشین. الله مطلع کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. ببینید ما در مورد کرامت، من در این مورد در سلسله توحید مفصل صحبت کرده بودم که انشاءالله این رو من اگر که پیدا بکنم برای شما که کرامت چی است، تبرک جستن و کرامت. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرا فی الحیاة الدنیا و فی الاخره. بزرگترین دلیل برای کرامت اولیای الهی امین آیت است که الله متعال میفرماید که اولیای الهی، دوستان الهی کیا هستند؟ اولا اولیاء یک طبقه خاص نیستن که بندگان مثل یهود که میگفتن که ما بندگان، ما شعب مختار هستیم، ما فرزندان خدا هستیم علیه بالله. اینطوری نیست. الله متعال در قرآن کریم میگه که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنین و مؤمنات، هر انسانی که مؤمن است و هر زنی که مؤمن است و هر مردی که مؤمن است، این ولی از اولیای الهی است. و در این آیه میفرماید که اولیای الهی نه بر آنها خوفی هست در دنیا ولا هم یحزنون، و نه در آخرت اونها اندوهگین میشوند. الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا کیا هستند؟ اولیای الهی، کسانی که ایمان آوردن و تقوا پیشه کردن. تقوا گفتیم چطور به دست میاد؟ توسط عبادت. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شما روزه بگیرید که روزه سبب رسیدن به تقوا میشه. فرض شد بر شما روزه ماه رمضان تا که شما متقی شوید. پس عبادات انسان رو متقی میکنه. این که انسان در یک گوشه بشینه، یک عبا و قبا و یک لنگی سبز و سیاه و سرخ بزنه بعد یاهو بگه این شد اولیاء الله، نه. اولیاء الله کسایی میشن که عبادت الله متعال را انجام بدن، به مرتبه تقوا برسن. به مرتبه تقوا وقتی میرسی که همه عبادات، فرائض، سنن، واجبات، همه چیز رو انجام بدی. لهم بشرا فی الحیاة الدنیا، در زندگی دنیا برای آنها بشارت است. بشارت چی است در زندگی دنیا؟ سکون، آرامش. شاید در فقر و بدبختی هم زندگی بکنه اما سکون و آرامش داره. این سکون و آرامش رو اگر شما در قصری از طلا و یاقوت و زمرد هم زندگی بکنید، اون سکون و آرامشی که یک بنده صالح الله سبحانه و تعالی داره نخواهید داشت. این سکون و آرامش رو الله میده. این سکون و آرامش رو الله سبحانه و تعالی در درون انسان ایجاد میکنه. مثلا قناعت ایجاد میکنه. قناعت بزرگترین گنجی است که یک انسان داره. یک از اولیا میگه که اگر پادشاه ها بدانن که ما در سینه خود گنجی داریم به نام قناعت، به خاطر به دست آوردن این گنج با ما میجنگن، لشکرکشی میکنن. اینقدر این گنج گران بهاست، انسان رو سکون میده، آرامش میده. و فی الاخره، و در روز آخرت هم برای اینا چی است؟ بشارت است. بشارت روز آخرت چی است؟ جنت است، پاداش بندگان. اینا اولیای الهی هستند. بالا یک طبقه ای که ادعا بکنن که ما اولیای الهی هستیم، یقین بدانید که اونها فاسقین، فاجرین، منافقین و اهل جهنم هستند. چون الله متعال میگه ولا تزکوا انفسکم، شما نفس خودتان را تزکیه نکنید. نگید والا من ولی هستم، من سلفی هستم، من خیلی آدم خوب هستم. نه، شما خودتون رو تزکیه نکنید. الله میدونه که شما چی هستید. انسانی که ولی است هیچ وقت ادعای ولایت نمیکنه. این پیرای اینا رو که میبینین، اینا که دستاشون رو میگیرن و مردم میان میبوسن و اینایی که ادعای ولایت میکنن، از اینها کرده انسانهای ملعون در دنیا وجود نداره. از اینها که انسان‌های خبیث در دنیا وجود نداره. ولی الهی هیچ وقت نمیاد ادعای ولایت بکنه. او بینش و بین پروردگارش است. ولایت در دل است.
از درون ما غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری خبر نداره. این که در ظاهر ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، حج میکنیم، ریش میگذاریم، به الله الله میگیم، ذکر میکنیم، مردم این رو میبینن. درون ما رو غیر از الله سبحانه و تعالی کسی دیگری خبر نداره. پس ولی الهی هیچ وقت نمیاد ادعای ولایت بکنه در بین مردم، خودشو پرچمشو بلند بکنه که من ولی از اولیای الهی هستم. به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من عاد لی ولیا، از زبان الله سبحانه و تعالی، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کسی که با اولیای من در بیفته، اونها رو اذیت بکنه، الله سبحانه و تعالی با او اعلان جنگ میکنه. سبحان الله. ببینید این مرتبه است که الله سبحانه و تعالی به خاطر آنچه که در درون این شخص از تقوا و پرهیزگاری و اینا ایجاد شده، الله سبحانه و تعالی بهش میده و از او دفاع میکنه الله متعال. نه اینکه کسی بیاد ادعای برکت و کرامت بکنه. خب ما در مورد کرامت صحبت بکنیم. کرامت کسایی که ادعا میکنن که انسانهای مبارکی هستن، برکت دارن و الله سبحانه و تعالی با اونها کرامت داده. صفات اینایی است که هیچ وقت خودشون این ادعا رو نمیکنن. این بین اونها و بین الله سبحانه و تعالی است. زیرا ببینید ما در دنیا سه نوع برکت داریم. یکی انسانهای مبارک هستن، یکی زمانهای مبارک است، یکی مکانهای مبارک است. مثلا الله سبحانه و تعالی میفرماید که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این مکان مبارک است، اطراف بیت المقدس و اطراف بیت المقدس مبارک است. به بکه مبارکه، مکه مکرمه مبارک است. مدینه منوره مبارک است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برکت در مدینه دعا کردند. بار الله 2 برابر برکت مکه را در مدینه نصیب بگردن. پس مکه مبارک است، مدینه مبارک است، بیت المقدس مبارک است. مبارک بودن این اماکن بستگی به آن مکان و اون اتمسفر و اون موقعیت دارد. اگر کسی رفت مشتی از خاک مدینه را گرفت یا مکه را گرفت یا قدس را گرفت آورد در افغانستان، آیا این خاک مبارکی است؟ این رو خورد یا در زمین انداخت، اون جایی که اینجا از مبارک می شود؟ هرگز. اون برکت اون خاک فقط در مدینه است، چون اون منطقه رو، اون جو رو، اون ماحول رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله سبحانه و تعالی مبارک قرار دادن. ایام مبارکی است. ایام مبارک کدام ایام است؟ ایام 10 ذوالحجه مبارک است. ایام والفجر ولیال عشر، الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه. این 10 روز ذوالحجه مبارک است. 10 روز آخر رمضان مبارک است. روز جمعه مبارک است. روز عید مبارک است. روزهایی که در شریعت، در دین، این روزها رو الله متعال مبارک قرار داده و انسانهای مبارک است. انبیای الهی مبارک هستند، اولیای الهی مبارک هستند. الله سبحانه و تعالی وجود اونها رو برکت قرار داده است، مبارک قرار داده است. آیا با لمس کردن بدن آنها از کرامت و از برکت اونها به ما چیزی منتقل می شود؟ هرگز. هرگز هیچ چیزی به شما منتقل نمی شود، چون این برکت و این کرامت رو او به وسیله تقوا و پرهیزگاری خود به خاطر نزدیکی به الله سبحانه و تعالی به دست آورده است. توی فاسق فاجر یا یک بنده عادی، اصلا فاسق و فاجرم نه، میخوای همین طوری بری برکت اون رو نصیب خودت بکنی تو هم بشی مبارک؟ امکان نداره. و همه اینها در قرآن کریم آمده است. در مورد عیسی علیه السلام، در مورد مریم علیه السلام، در مورد انبیای الهی ذکر شده است. کرامت و برکت از یک انسان به یک انسان دیگر قابل نقل نیست. این رو یک انسان با رسیدن به درجه تقوا و پرهیزگاری الله سبحانه و تعالی نصیب او می کند.
و هر کسی که بیاید در این دنیا ادعا بکند که من انسان مبارک هستم، من کرامت دارم، بدانید و یقین 100% داشته باشید که از او کرده انسان دجال و دروغگو وجود ندارد. به همین دلیل فریب این جماعت رو نخورید که والا تبرک است و مبارک است و فلان است و کرامت داره و اینها. نه، اینا ادعای دروغینی است که اینها میکنن. اون کسی که کرامت داره اولا اینجا ادعا نمیکنه بین خودش و بین الله سبحانه و تعالی است که الله متعال همه ما رو هدایت بکنه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. من چند تا پیام فرستاده بودم، شما پیام رو نگاه نکردیم، توی واتساپ نگاه کنید. و اینکه در مورد علمای دیوبند خواستم سوال بپرسم و مولانا منظور منگر که توی پاکستان هستن، هم در بر ضد سلفی و وهابی و اینا حرف میزنن، اینم اگه اطلاعاتی بدین ممنون میشم. باشه، چشم، بریم مورد صحبت میکنیم. بله دوستان، بعضا در مورد دیوبند میگن که یک عده اصلا اطلاعی ندارن، بعضی از متاسفانه بعضی از سلفی ها دیوبندی ها بدن، دیوبندی ها اینن، دیوبندی ها اونن. دیوبند یک مدرسه است، مثل دانشگاه اسلامی مدینه منوره که یک دانشگاه هست، یک مدرسه دینی است. حالا اونا اسمش دانشگاه گذاشتن، اونجا هم فکر کنم جامعه است، یعنی دانشگاه است. دانشگاه دیوبند یعنی در سطح دانشگاه اسلامی است. دانشگاه ام القرا هست، دانشگاه اسلامی اسلام آباد هست، اینترنشنال اسلامیک یونیورسیتی در اسلام آباد هست، اینترنشنال اسلامیک یونیورسیتی در کوالالامپور است. دانشگاه اسلامی در کشورهای مختلف وجود دارد. دیوبند یک دانشگاه اسلامی است در هندوستان، در شبه قاره هند، یک از قدیمی ترین مدارس دینی محسوب میشه و در این مدرسه مذاهب و افکار و ایدئولوژی های مختلفی وجود دارد. از مدرسه دیوبند تعدادی هستند که اونها رو بیشتر به اسم پنجپیری میشناسند. پنجپیر اسم یک منطقه‌ای است که مولانا حسن جان، یکی از علمای مشهور تفسیر دیوبند، در اونجا درس تفسیر میداد و این مدرسه تفسیر رو به نام مدرسه دیوبندی در تفسیر قرآن معروف است که علمای زیادی، مولانا گرگیج، مولانا بدری، مولانا عبدالحمید، مولانا احمد نارویی، خیلی تعداد، مولانا توحیدی مثلا در افغانستان، علمای زیادی از این مدرسه‌ای که به اسم پنجپیر معروف است در تفسیر قرآن کریم به اصطلاح متأثر شدن. دیوبندی هایی که مشرب سلفی داشتن، یعنی اهل حدیث بودن در مسائل اعتقادی، در مسائل تفسیر، در مسائل احکام، بیشتر سبک و سلیقه سلفی ها رو میپسندیدن و این سبک و سلیقه اهل حدیث بودن و سلفی بودن ربطی به محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه و که در مثلا 250 سال پیش در عربستان سعودی به وجود آمد نداره. این مذهب قبل از محمد ابن عبدالوهاب وجود داشته. در ترکیه مثلا در زمان عثمانی‌ها حرکتی به اسم حرکت قاضیزاده وجود داشت که اینها هم تقریبا شبیه فکر سلفی است که بیشتر به احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اهمیت میدن، مسائل اعتقادی و توحیدی رو بیشتر ارج مینهند و به اینا بیشتر توجه میکنن. حرکت قاضیزاده در دولت عثمانی و مدرسه دیوبندی بخش سلفیش که اهل حدیث بهشان گفته میشه، اینها تأثیر زیادی در دور کردن خرافات و شرک و خزعبلات در شبه قاره هند که متشکل از هند و پاکستان و بنگلادش میشه داشتن و این به خاطر وجود مدارس در هند و در پاکستان به افغانستان و به ایران، خاص هم به مناطق بلوچستان ایران و از این طرف به افغانستان انتشار پیدا کرد. این یک مدرسه است. مدرسه دیگر مدرسه متعصب حنفی است که تعدادی هستند که فکر متعصب خشک حنفی رو دارن. البته اون قسمت پنجپیریا و به اصطلاح
سلفی هم که ذکر میکنیم اونا هم حنفی هستن، این خارج از مذهب حنفی نیستن، در فقه حنفی هستن و حنفی پایبند هستن، هیچ کس نمیتونه اونا رو از مذهب حنفی خارج بکنه. اما در مسائل اعتقادی بیشتر سبک گرایش به اهل حدیث رو دارن. حنفی های متعصب و خشکی که از دیوبند هستن، اینها بعد به چند فرقه تقسیم میشوند. یک فرقه ای از اینها صوفی های نقشبندی هستند که میشه گفت خفیفترین نوع تصوفی است که وجود داره در بین اینها. عده‌ایشون صوفی های سیفی هستند که خرافی ترین، قبوری ترین، گمراه ترین فرقه صوفی فعلا در افغانستان محسوب میشه. شرک و خرافات و توسل به اولیا و فلان در بین اینها رایج شده. یک گروه دیگری که بازم از این مدرسه انشعاب کردن یا جدا شدن بریلوی ها هستن که اونا تقریبا میشه گفت که رافضی های اهل سنت، یعنی دقیقا همون صفاتی رو که روافض به ائمه اهل بیت میدن اینا به پیرا و به اولیای خودشون میدن. و اینکه ما به یک چشم بیایم مدرسه دیوبند رو از الف تا یا بزنیم یک حماقت است. در مدرسه دیوبند آرا، افکار، گرایش های مختلف وجود داره. همونطوری که مثلا در جامعه اسلامی مدینه منوره، جامعه اسلامی کسی فارغ شده رفته مرتد شده، حالا ما ببینیم جامعه اسلامی رو بزنیم، از جامعه اسلامی انسان‌های فاسق و فاجر و زناکار و شرابخور هم مثلا وجود داره که متخرج جامعه اسلامی است، فسق و فجور هم انجام میده. به این معنی نیست که جامعه اسلامی رو ما از الف تا یا بگیم که همه اینطوری هستن. بیننده سوال کردن که فرق بین شیعیان و روافض چیست؟ آن رو بیان بکنید. شیعیان ببینید از صدر اسلام بعد از در زمان خلافت سیدنا عثمان، شیعیان عثمان و شیعیان علی به اصطلاح این دو اصطلاح رایج شد. کسانی که با حضرت علی محشور می شدن و کسانی که با حضرت عثمان و کسانی که ما حول ایشان بودن محشور می شدن. بخاطر میتونن شیعیان علی، شیعیان عثمان بعد از قضیه جمل و صفین این بیشتر به اصطلاح این اختلاف بیشتر شد و یک گروهی شدن شیعیان علی، یک گروهی شدن شیعیان بنی امیه به اصطلاح. اما تا اون زمان چیزی به نام امامت 12 امام و عصمت و خمس و صیغه و شرک و این چیزا نبود. همه اینا اهل سنت و جماعت بودن، همه اینا موحد بودن، همه در بین خودشون با هم دیگه اختلافات اعتقادی نداشتن، تا اینکه دشمنان دین در بین شیعیان حضرت علی آمدن، عبدالله ابن سبع یهودی مسئله امامت و عصمت و اینا رو مطرح کردن و این آیسته آیسته به تدریج تطور پیدا کرد. هر روز یک چیز دیگری به این اضافه شد. مثلا قضیه عصمت بعد از در قرن سوم هجری قضیه عصمت رو ایجاد کردن. خب وقتی که 12 امام رو، یک کانال 12 امام رو آوردن به عنوان اوصیای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین کردن، خب برای مردم سوال بود چرا باید این 12 تا؟ بعد اومدن عصمت رو در قرن سوم برای اینها چسباندن، گفتن چون که اینها معصوم هستن. و همینطور در حالت به اصطلاح تطور بود. مثلا نظریه داروین، هر روز یک چیزی به این اضافه میشد. اول یک امام بود، بعد 2 امام شد، بعد 3 امام شد. هر امامی که میمرد 10 فرقه دیگه از اینا جدا میشد. هر امامی که میمرد ادعا میکردن که مهدی بود، تا اینکه روی امام 12 به نام مهدی اتفاق نظر کردن شیعیان اثناعشری که ایشون غایب شده و بعد از اون فرقه شیعه اثناعشری ایجاد شد که به خاطر اینکه فرقه شیعه اثناعشری حکومت صفوی بر اساس این فکر اثناعشری بیان شد، این فرقه بیشتر رایج شد و انتشار پیدا کرد. و الی یک زمانی مثلا نصیری ها قدرت داشتن، یک زمانی علوی ها قدرت داشتن، حرف اول رو میزدن، اکثریت بودن. اما سببی که چرا شیعیان اثناعشری بیشتر شدن به خاطر این بود که حکومت صفوی با زور، با جبر، با سوزاندن، با شکنجه کردن مردم رو به زور شیعه اثناعشری کردن. به خاطر همین امروز اکثریت شیعه اثناعشری هستن و به اصطلاح سخنگوی شیعه هم اونا شدن. اما فرق بین شیعه و رافضی چطور بشناسیم که فلانی شیعه است، رافضی است؟ این شناختنش در این عصر و زمان خیلی مشکل است، چون یکی از مشکلات شیعیان رافضی این است که تقیه دارن. تقیه یعنی چی؟ آنچه که برای مردم ظاهر میکنی غیر از آن چیزی است که تو بهش اعتقاد داری. به همین خاطر میگن که 9/10 دین تقیه است. یعنی اگر دین رو 10 قسمت بکنی، یک قسمتش حقیقت است، 9 قسمتش تقیه است، یعنی نفاق و دروغگویی. به خاطر همین شناختش مشکل است که ما بگیم که این رافضی است، این شیعه است.
اما هر کسی که به صحابه لعن و نفرین میکنه، علاماتشون رو بهتون بگم. هر کسی رو دیدید که صحابه رو سبک یاد میکنه، مثلا چی میگه؟ علی، معاویه، اینا اینطوری بودن، صحابه، دیدید بدگویی صحابه رو میکنه، بدانید که رافضی است. هر کسی که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، خاصتا ام المؤمنین عایشه صدیقه و ام المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنهما رو به بدی یاد میکنه، به اونا طعنه میزنه، به اونا حرفای زشت و رکیک میزنه، بفهمید که رافضی است. هر کسی که قرآن رو قدر نمیکنه، اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه و به قرآن اهمیت نده، بدانید که رافضی است. هر کسی که صیغه بکنه، این یک از علامت‌هاشون است، هر کسی که صیغه بکنه، به صیغه اعتقاد داشته باشه، رافضی است. هر کسی که اعتقاد داشته باشه که ائمه اهل بیت معصوم هستند و بعد از پیامبر با خدا ارتباط دارند، بر اونها وحی نازل میشد، اینها رافضی هستند. این علامات مهمی است که در هر کسی که وجود داشت، این انسان رافضی است. بیننده عزیز سوال کردن که یک مؤمن واقعی نباید شبهه گناه رو انجام داد. الان که سر کار میخوای بری، موسیقی میذارم برات، آیا گناهی بر من میرسه یا خیر؟ سوالشون هست. گاهی اوقات ما در یک جای میریم، سلطه داریم، مدیر هستیم، رئیس هستیم، در اونجا موسیقی است. بله، تو مادامی که قدرت داری، سلطه داری در اونجا، من رأى منکم منکرا، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. شما با دستتون تغییر میدید، صدا میکنید سکرترتون رو، صدا میکنید کارمنداتون رو، میگید بعد از این موسیقی شنیدن در اینجا برای عموم ممنوع است. شاید در بعضی جا، بعضی کشورها، اگر شما بگید قال الله قال رسول، شاید باهاتون برخورد بکنن، بگید بابا جان ما اینجا کار میخوایم بکنیم، با سکون با آرامش میخوایم اینجا کار بکنیم، این چه خبره، این چه وضعشه، فکر آدمو مشوش میکنه، ببندید اینو. اینجا شما قدرت دارید، مدیر هستید، رئیس هستید. جای دیگری نه، شما مأمور هستید، کارمند هستید، گارسون هستید، کارگر هستید، موسیقی پخش کرده صاحب کار، حرف شما رو هم گوش نمیکنه، سلطه‌ای هم ندارید. در اینجا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، میرید اونجا پیش صاحب کار عزیز، اینجا رزقت است، روزیت است، کار است، برکت است. اگر مسلمان باشه، خداوند رزق و برکت رو دور میکنه در جایی که در اونجا منکرات و فسق و فجور. نصیحتش بکنید، قبول کرد، نکرد، فما علیکم الا البلاغ، بر شما چی است؟ فقط بلاغ، گفتن، وظیفتون انجام دادید. و بعد از اون اگر اونا موسیقی پخش میکنن و شما ناخودآگاه بدونی که بخواهید میشنوید، مجبور هستید میشنوید، اما در دلتون این رو بد ببینید، راضی نباشید به این کار، بگید بارالله من وظیفه‌مو انجام دادم، بهشون گفتم، خودت هدایتشون بده. در اینجا شما گناهکار نیستید، مادامی که در محل کاری که شما سلطه‌ای ندارید، در اونجا فسقی، فجوری، گناهی مانند موسیقی و غیره صورت بگیرد. اصل معیار این حدیث است، من رأى منکم منکرا، کسی که از شما منکری رو دید، فلیغیره بیده، با دست خودش تغییر بده. فإن لم یستطع، اگر که نمیتواند، فبلسانه، با زبان خود. فإن لم یستطع، اگر تو با زبان، گاهی اوقات برید با زبان، مثلا میگه سرکارگر مثلا اعصاب خراب دیوونه‌ای دارید، میگه برو بابا گم شو، بیرونتون میکنه. در اینجا چون مسئله رزق است، روزی است، کاری است که اینو اگر از دست بدید شاید دچار مشکلات بشید، صبر میکنید، تحمل میکنید، براشون دعا میکنید، اما در قلبتون میگید که اینا دارن کار زشتی انجام میدن، راضی نیستید شما به این کار. این معیار است. اما فردا یک جایی مثلا یک کاری پیدا شد که در اونجا همین فسق و فجور نیست، اما حقوقش 100-200 دلار کمتر است، همون لحظه این کار رو رها میکنید، میرید اونجا. چرا؟ چون اونجایی که فسق و فجور نباشه اگر 800 دلار بهتون میده، اینجایی که فسق و فجور است اگر 2000 دلار میده. خداوند در اون 800 دلاری که از اونجا میگیرید، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی رو پیشه کند، الله برای او درها را باز میکند. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و او را از جای روزی میداد که اصلا تصورش هم نداشته باشد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به الله توکل بکند، الله برای او کافی است. این وعده الهی است. شما 2000 رو به خاطر خدا رها کردید، رفتید به 800 که در اونجا فسق و فجور نیست، راضی شدید، الله سبحانه و تعالی از جایی به شما روزی میده که اصلا تصورش رو نمی‌کنید. دیروز این موضوع رو با یک دوستی داشتم صحبت می‌کردم، گفت یعنی چی؟ یعنی اونجا 800 دلار من میشه 8000 دلار؟ گفتم نه اینطوری نیست.
بعضی مسلمان اشتباه فهمیدن. به سوره الحاقه رو بخون، خدا به رزق روزی میده، فکر میکنه که خدا از یک بوجی یک گونی از آسمان برات دلار میفرسته. داری تو راه میری چون سوره الحاقه رو خوندی یا سوره مثلا کهف خوندی یا فلان چیزو خوندی، خداوند سر راه تو یک چانته یا صندوقی پر از پول رو قرار میده. نه اینطوری نیست. ما اشتباه فهمیدیم برکت رو، ما اشتباه فهمیدیم خداوند رو که درها رو باز میکنه. چی میشه؟ در این 800 تو مثلا برای تو در اون ماه مشکلات ایجاد نمیشه، فرزندت مریض نمیشه، خانه پیدا میکنی کرایش ارزانتره، به اصطلاح بعضی چیزایی که میخری جنس خوب و مثلا ارزان رو الله سبحانه و تعالی برات مهیا میکنه. الله سبحانه و تعالی چی میشه؟ این 800 دلاری که گرفتی برات کافی هم شده، کرایه خونه هم دادی، هنوزم چیز پسنداز کردی. شخص دیگری در جایی که فسق و فجور و گناه هست 8000 میگیره، تو 800 میگیری، اون 8000 میگیره. اما این انسان فاسق است، فاجر است، دچار فسادهای مختلفی است، برکت در زندگیش نیست، الله سبحانه و تعالی بهش نگاه نمیکنه، نظر نمیکنه. این انسان چی میشه؟ بچهش مریض میشه، احتیاج به عمل جراحی داره، 1000 و 1500 دلارش میره به اون. ماشینش تصادف میکنه، برای ساختن ماشینش، اصلاح ماشینش 2-3000 دلارش میره اونجا. مثلا خونش آتیش میگیره یا یک مصیبت دیگری میاد، آخر سال، آخر ماه که میبینی 8000 دلار گرفته، هنوزم از مردم بدهکار است. این است معنی برکت، این است نظر لطف الله سبحانه و تعالی. این رو باید ما اینطوری باید بفهمیم، نه اینکه آره من سوره خوندم، ذکر خواندم، خداوند از آسمان برای من بیرسمان چیزی میفرسته. نه، همچین چیزی اتفاق نمیفته. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرامی خوبی؟ سلامت باشید برادر عزیز، الله مطالبتون کنه. سلامت باشین. جناب استاد، یک سوال داشتم در مورد آقا صاحبا. کسانی هستن که مثلا به نام آقا صاحب مریدای دارن، مثلا خود پدر که فوت میشه، باز بچه یا تا سر جازو میشنه گویا که کرامت یک شی انتقالی هست که از پدر از او انتقال کرده به فرزند از او، در حالی که فرزند از او هیچ چیزی را نمیفهمه، هیچ بلد نیست. باز سال یک مراتب میایه به اصطلاح بالای مریدا میچرخه و مریدا از ما گاوی دارن، گوسفندی دارن، چاق میکنن، منتظرن که آقا صاحب سال گذشته بیایه به اصطلاح سال آینده باز این گاو به او سر بورن یا به او بیدن، یا مثلا خیرات و صدقاتی دارن به او میدن، در حال که فقیرای در کنار نا وجود داره که نان شب ندارن، فقیرای دارن که خیلی مسکینن، به این کمک نمیکنن، ولی همین کمک جمع‌آوری میکنن که سال آینده آقا بیای به او بیدن، گاوی مثلا چاق میکنن که سال آینده آقا صاحب بیای به او سر بورن. گفتنی شما بید انسان ها چی هسته؟ آیا او فقیری که هسته اون مستحق‌تره یا ای که آقا صاحب بیای به او داده بشه، در حال که آقا موتر داره، شورام داره، همه چیز داره، به او میدن، اما به این فقیری که چیز نداره باز به این نمیدن، منتظرن که آقا صاحب بیای گوشت به او بخورن و سال آینده آقا بیای کمکی دارن به او بدن. این فقیری که از گرسنگی در کنار از نام میماره و به زیر کسی چیزی نمیده. گفتنی شما بید انسان ها چی هسته؟ باشه چشم، در این مورد صحبت بکنم. در این مورد صحبت بکنم. تشکر از شما. ببینید برادران خواهران عزیز، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو جمع کردن، قوم، خیش، اهل مکه همه جمع هستن. دختر نازنینشون، پاره تنشون، سیدت النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها هم است. عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هست، صفیه رضی الله تعالی عنها. خلاصه همه جمع هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میان بالا در یک جای بلندی میگن که ای فاطمه دختر محمد، یا فاطمه بنت محمد انقذی نفسک من النار، ای فاطمه دختر محمد خودت را از آتش دوزخ نجات بده. هرچه از مال و دارایی من میخوای در این دنیا بگو که بهت بدم، در روز قیامت هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. ای صفیه عمه پیامبر خودت از آتش جهنم نجات بده. هرچه از مال و دارایی میخوای بیا بگیر،
روز قیامت نمیتونم تو رو نجات بدم. ای عباس عموی پیامبر، هرچی از من میخوای بیا الان تا در دنیا بهت بدم، در روز قیامت نمیتوانم به تو هیچ کمکی برسانم. ای که به نام سید، به نام سادات بر گرده ملت سوار شدن، حق مردم رو میخورن که ما سید هستیم، ما سادات هستیم. از اینها که در انسانهای بیشرف، پست، دجال، دروغگو و ظالم و ستمگر در دنیا وجود ندارد. والله رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا رو ببینه به صورت اینها تف میاندازه که اینها با سوء استفاده از نسب پیامبر و با سوء استفاده از اسم رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول دزدی مال مردم هستند. او مردم فریب اینها رو نخورید. من پیشتر مثال آوردم، اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست مینشست در مسجد که من امام جماعت شما هستم، پیامبر شما هستم، ماهانه 1 دینار که هیچی هم نبود برای صحابه بدید، ماهانه شاید 50-60 هزار دینار جمع میکرد. اما پیامبر میرفت ریسبان و تیشه و تبرش رو میگرفت، در بازار کار میکرد و از رزق و روزی حلال برای همسران خودش میآورد. روزی هم که از دنیا رفت، سپر رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیش یک یهودی در مقابل چند مشت جو گندم نه جو رهن بود، گرو بود. یعنی پیامبر ما اینطوری است و این دروغگویانی که به دروغ خودشون رو نسل پیامبر میگن، نسل پیامبر بودن، قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما واقعا نسل پیامبر هستید مطابقت از پیامبر باید بکنید. 4 تا مفتخور کثیف گرگ زده فاسق فاجر زانی شرابخور، فرزندانشون دخترانشون در غرب، در ایران، در دبی، در اونجا مشغول عیاشی و خوشگذرانی هستن. اینها چیکار میکنن؟ از مردم غریب و بیچاره و بدبخت و فقیر گوسفند و پول اینها رو جمع میکنن و میبرن 1 سال دیگه عیاشی میکنن، سال 1 بار میان اینجا انگار غنیمت میگیرن از کفار. مردم فریب اینها رو نخورید. خدا و پیغمبر هیچ کس نگفته که شما به اینها پول بدید. آنچه که حق اهل بیت است خمس است. خمس هم از غنایم جنگ. مثلا مسلمان ها، مثلا مردم افغانستان با مردم روسیه مثلا یا با آمریکا که کافر هستن جنگ کردن، 1 میلیون دلار مثلا غنیمت گرفتن. از این 1 میلیون دلار 20% این حق اهل بیت است. اونم حاکم مسلمان در راهی که بخواد مصرفش میکنه در اهل بیت. و امروز اینایی که ادعای اهل بیت میکنن، باور کنید 99.99% دروغ است. یقین داشته باشید. ثانیاً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیثی که بیان کردم میفرمایند که هیچ نسبی، هیچ سببی، هیچ کسی به درد کسی نمیخورد. آیه بیشتر از این، واضح‌تر از این در قرآن کریم داریم که من خدمت شما عزیزان امین آیه رو بیارم. دوستان عزیز این رو نشون بدید. ببینید الله سبحانه و تعالی میفرماید یوم یفر المرء من اخیه، روزی که انسان از برادرش فرار میکنه، و امه و ابیه، از پدر و مادرش هم فرار میکنه. طرف میگه بابا من پدرتم مادرتم، میگم برو بابا، ول میکنه میره. و صاحبته و بنیه، از زنش و فرزندش هم فرار میکنه. همین زن و فرزندی که امروز از هر در حلال و حرام سعی میکنید که بر اونها یه چیزی ببرید شکمشان رو سیر بکنید، همینا هم از اینا هم فرار میکنید. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی مشغول وضع خودش است، حال خودش است. پس هیچ کس به درد انسان نمیخوره، نه پدر، نه مادر، نه فرزند. در اون دنیا هیچ کس به درد انسان نمیخوره. در روز قیامت هیچ کدام از اینها هیچ کاری نمیتونن برای ما بکنن. و اینها، این دجال ها میان چیکار میکنن؟ از فقیرترین مردمای ساده‌لوح ما
که بیچاره 1 سال زحمت کشیده، مثلا 2 تا گوسفند 3 تا گوسفند داره، یکیشو میاره به این میده و این حرامخور کثیف نجس برمیداره اینو میبره اونجا کباب میکنه، با 4 تا لندهور دیگه میشینن میخورن. زهر بخورید، زقوم بخورید، بهتر نیست که اینطوری فقیر و فقرا رو مالشون رو به نام سید و سادات میاد میخورید؟ دوستان عزیز، این از جهل است، این از نادانی است که مردم به اینا میدن. مردم رو بیدار کنید، مردم رو هوشیار بکنید، بگید که اینا این حق رو ندارن که مال شما رو بگیرن، پول شما رو بگیرن. الله متعال هدایتشون بده. من چون وقت برنامه داره به پایان میرسه، سریعا چند سوال دیگری رو که دوستان فرستاده بودن برای شما عزیزان میخونم. یک دوستی نوشتن که برادر، یک سوال دارم، آیا آدم فضایی ها وجود دارند یا خیر؟ خب چی بگم، این سوال جیولوژی است، این سوال فضاشناسی است یا سوال شرعی است؟ اما ما از دیدگاه شریعت میایم جواب میدیم. بله، امروز میگن که آدم‌هایی وجود دارن، موجوداتی وجود دارن، بشقاب پرنده‌ای وجود دارن. در نمیدونم قرن 18 و در قرن 19 و در ناسا عکسشون رو گرفته، در قطب شمال پیدا شدن، در قطب جنوب، در آسمان نیویورک دیده شدن، در لندن دیده شدن، در پاریس دیده شدن. گمانه‌زنی‌های زیادی است در مورد این. بعضیا میگن نه، این بعضی از هواپیماها یا به اصطلاح فضاپیماهایی است که غرب درست کرده، دارن آزمایشش میکنن. بعضیا میگن که نه، واقعا چیزایی هستن که از آسمان میان، مثلا در فلان فرودگاه آمده بودن، همه رادارها و دستگاه‌های الکترونیکی از کار افتاده بود. تو گوگل بگردید در این باره چیزی که بخواید هست. میگن که مرکز اینا در مثلث برمودا، یک منطقه است در اقیانوس اطلس، در اونجا هست، و در اقیانوس هند یا اطلس، نمیدونم دقیقاً. خلاصه گمانه‌زنی‌های زیادی در این مورد وجود دارد که تا امروز هم جواب قانع کننده‌ای برای انسان‌ها کسی نداده، اما میگن که مخلوقات فضایی وجود دارد. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره انعام برای ما بیان می‌کند که والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون. الله سبحانه و تعالی اسب‌ها رو، قاطر رو، الاغ‌ها رو برای شما آفرید تا که سوارش بشید، که جاش امروز ماشین ها گرفته، و همچنین برای زینت. بعضی اسب‌ها رو به خاطر زینت و به خاطر چیز فخر فروشی نگه می‌دارن. و یخلق ما لا تعلمون، و چیزهایی رو خلق میکنه که شما نمیدونید. بعضی این رو اومدن تعبیر به این کردن که بله امروز هواپیماست و ماشین است و موتورسیکلت است و فلان است و این هست. و بعضی از علمایی که با علوم عصری هم آشنایی داشتن میگن که الله سبحانه و تعالی مخلوقاتی داره در غیر از زمین، شاید هم در زمین که تا هنوز ما ندیدیم، در کواکب دیگری مخلوقاتی داره که ما نمیدونیم. الله سبحانه و تعالی با صراحت در اینجا بیان میکند که و ما لا تعلمون، و چیزهایی که شما نمیدانید. در سوره انعام میگه که لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون، و برای هر خبری یک وقت معینی است و در آینده خواهید فهمید. و در جای دیگه در سوره شورا آیه 29 میفرماید که و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابة و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. الله سبحانه و تعالی آسمان ها را آفرید، زمین را آفرید، و در این آسمان ها و زمین ها چارپایانی یا زنده جانهایی را آفرید، و او قادر است که همه اینها را چیکار بکنه؟ جمع بکنه. و در سوره نحل آیه 49 الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، برای الله سبحانه و تعالی سجده میکنن آنچه که در زمین است و آنچه که در آسمان هاست، من دابة، از مخلوقات، والملائکه و هم لا یستکبرون، و ملائکه‌ای که به اصطلاح در مقابل الله سبحانه و تعالی تکبر نمی‌ورزند. در این آیه صراحتاً الله سبحانه و تعالی میگه جاندارها که جدا از ملائکه است. یکی اینجا میگه که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابة، از جاندارها، والملائکه، ملائکه رو جدا ذکر میکنه، جاندارها رو جدا ذکر میکنه. پس جاندارهایی هستن که در آسمان ها زندگی میکنن و در زمین زندگی میکنن. انسان ها یکی از این جاندارها هستن.
بعضی مثلا حتی در مورد احرام های مصر و بعضی از اجسادی که در اونجا پیدا شده دی ان ای اونا رو چک کردن، اینا که اینها بشر نیستن و مخلوقاتی هستن، از فضا آمدن. این احرام‌های که در مصر است مثلا اینا رو انسان نمیتونه درست بکنه. این سنگ‌هایی رو که بردن در اون قله‌ها گذاشتن، این رو در اون زمان امکانات نبوده، پس این کار انسان نیست، کار مخلوقات دیگر است. به هر صورت چیزهایی است که وجود داره و گمان زنی هایی هست، اما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم بیان کرده که بله در آسمان ها و زمین ها زنده جان های دیگری هم وجود داره. به همین دلیل یعنی این چیز قطعی نیست و در دین انکار نشده این مسئله. بیننده دیگری سوالشون این است که آیا سجده کردن، سجده احترام برای غیر الله سبحانه و تعالی جایز هست یا نیست؟ ببینید اصل بر این است که اجماع علمای اسلام اهل سنت و جماعت، سجده کردن برای غیر الله سبحانه و تعالی حرام است. هر عملی که عبادت باشه انجام دادنش برای غیر الله سبحانه و تعالی شرک است و کفر است. رکوع کردن، سجده کردن، طواف کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن، حج کردن به غیر از خانه خدا، همه این اعمال اگر برای غیر الله سبحانه و تعالی صورت بگیره به عنوان عبادت و تعظیم، این شرک است، کفر است. این عمل شرکی و کفری است. اما آیا کسی که برای غیر الله سبحانه و تعالی به نیت احترام و نه به نیت تعظیم و عبادت سجده بکند یا رکوع بکند مستقیما از دین خارج است؟ نه. نظر خیلی از علمای اهل سنت و جماعت این است که کسی که این عمل را انجام بده مرتکب یک مخالفت بزرگ، فسق، فجور، گناه کبیره شده، اما این انسان را از دایره اسلام خارج نمیکنه، بلکه باید بهش فهمانده بشه، از جهل و نادانی این کار انجام بهش فهمانده بشه که این عمل تو شرک محسوب میشه، گناه محسوب میشه، امکان داره تو را از دایره اسلام خارج بکنه. این سجده کردن فقط برای الله سبحانه و تعالی است. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که عموم مسلمانان بر این اعتقاد هستند که سجده کردن برای غیر الله سبحانه و تعالی حرام است. سجده کردن به انسانهای زنده، به انسانهای مرده و به قبرها و بوسیدن قبرها و خواستن حاجات از آنها و رکوع و سجده کردن بر آنها حرام است و بر مسلمانان جایز نیست که این کار رو بکنن. حدیث رو از معاذ رضی الله تعالی عنه روایت میشه که وقتی که در شام بود اونجا دید که مسیحی‌ها بر کشیشاشون سجده میکنن. آمد به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیدم که اینو دارن این کارو میکنن در اونجا، دل منم میخواد که من به تو سجده بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن فلا تفعلوا، هرگز این کار را انجام ندهید. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع کردن از اینکه به ایشان سجده بشه. وقتی که سجده برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ممنوع باشه، پس بعد از خداوند، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چه کسی میتواند جایز باشد؟ سوال دیگری رو از سوالات شما عزیزان بیننده ای از ایران نوشتن دو برادر افغان یا از تاجیکستان هستن، قرضدار هستم، هرچند جستجو کردم نیافتم آنها را، پول را به مردم افغانستان روان کنم. ببینید اگر شما از کسی بدهکار هستید، مثلا $1000 از یک کسی قرض گرفتید، یه طرف غیبش زد، به طور مثال رفته وطنش، رفت برای دیدن خانوادهش، فوت کرد
نیومد، ویزاش تمام شد نیومد، پاسپورتش رو گم کرد، یک مشکلی براش پیش اومد، شما شماره تلفن و آدرسش هم ندارید. جستجو میکنید، سعی میکنید، تلاش میکنید که پیداش بکنید، اما پیدا نکردید. چیکار میکنید؟ مدتی صبر میکنید، 1 ماه 2 ماه 1 سال صبر کنید. اگر با وجود سعی و تلاشتون نتونستید که طرف رو پیدا بکنید، $1000 رو در راه الله سبحانه و تعالی صدقه بدید. واجب نیست که حتما برای مردم افغانستان بدید، به هر مستحقی که هست صدقه بدید. صدقه دادید، تموم شد. 1 سال بعد این طرف اومد، سلام احمد چطوری، حالت خوبه؟ من برگشتم، والله یارون پول من رو به من بدی. باید پول رو بهش بدید، باید پول رو بهش بدید، چون در اینجا اگر اون طرف پیدا نمیشد، ثواب صدقه میشد برای اون، شما سعی تلاش خودتون رو کردید، اما الان اومده، نمیتونید بهش بگید که نه والا من پولتو صدقه دادم، غلط کردی، داده نمیدادی، من پولمو نیاز دارم. حقش است، باید پولشو بدید بهش. این حکم شرعی در مورد این مسئله است. بیننده نوشتن که شیعه هستن، میخوان سنی شون، خسته شدن از دروغ آخونده و فلان، از این حرفا نوشتم. برادر خواهران عزیز، سنی و شیعه و فلان و اینا زیاد مهم نیست. اصل این است که شما تابع قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشید. به همسران و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین و توهین نکنید. قرآن کریم رو تعظیم بکنید، با آیاتش عمل بکنید، به الله سبحانه و تعالی شرک نیارید. الله اسمتون رو هر چی که میخواید بگذارید. اصل این است در دین. چه بسیار سنیایی داریم که از شیعه بدترن در شرک و خرافات، میگن که ما سنی هستیم، و چه شیعایی داریم که با وجودی که میگن ما شیعه ایم، اما از خیلی از سنیا موحدتر و ملتزمتر به دین هستن. بیننده نوشتن که آیا در مورد امیرالمومنین افغانستان معلومات بدین؟ آیا لقب امیرالمومنین برایش جایز است؟ چرا که امیرالمومنین باید همه مسلمان دنیا باشد، اما او فقط در افغانستان حکومت میکنه. امیرالمومنین افغانستان هم ادعا نکرده که بر همه دنیا حکومت میکنه، و این سبک به اصطلاح امیرالمومنین یا امارات یا اینها، این به اصطلاح قناعت طالبان و کسانی که دارای این فکر رو در این گروه هستن این است که یک شخصی است، عالم دین است، میگن که این امیرالمومنین است. منظور امیرالمومنینی که در محدوده افغانستان هستن، امارت اسلامی افغانستان، امیرالمومنین امارت اسلامی افغانستان. در داخل افغانستان خیلی از مردم رو به امارت مومنین قبول نمی کنن، چه برسه به خارج از افغانستان. در خارج از افغانستان کسی قبول نمیکنه. اما ای کاش ما امروز در همه جهان اسلام یک امیری داشتیم، یک پادشاهی داشتیم، یک حاکمی داشتیم که بر همه مسلمانان دنیا حکومت میکرد و از این تفرقه و بدبختی و جدایی، مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش خلیفه مسلمان ها بود سلطان عبدالحمید، آخرین خلیفه عثمانی، 500 600 سال بر بیشتر از نیمی از کره زمین حکومت کردند. مسلمان ها یک پشتوانی داشتن، یک حکومتی داشتن، یک خلیفه‌ای داشتن که همه از او حساب می‌بردن. مثلا اگر دماغ یک مسلمانی در هندوستان مثلا خون میشد، خلیفه مسلمان ها اگر یک نامه مینوشت، این دوها میلرزیدن. اما امروز 50,000 مسلمان بیگناه در غزه قتل عام میشه، این حکام و رهبران خودفروخته جهان اسلام اصلا براشون مهم نیست. بودن امارت امیر مومنین برای همه مسلمان ها، خلافت اسلامی، این یک آرزوی همه مسلمان هاست. اما در دین مبین اسلام ما بیشتر به ویژگی های یک حکومت توجه شده تا به اسم ها. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفهمه که خلافت بر اساس منهاج نبوت 30 سال است که با پایان خلافت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما تمام میشه. 30 سال تمام میشه، بعد از اون میگن ملوکیت میاد. اما نگفتن که این ملوکیت بر باطل است. یعنی امروز اگر جمهوری اسلامی است، امارت اسلامی است، جمهوری است، امارت است، نمیدونم سلطنت است، پادشاهی است، اینا مهم نیست. ویژگی های یک حکومت مهم است. عدالت در جامعه مهم است. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. نگفته اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالاماره او بالجمهوریه، گفته بالعدل. پس یک از ویژگی های حکومت اسلامی چی است؟ عدالت است.
عدالت است، تحکیم شریعت الله است. این ویژگی های حکومت اسلامی است. از همه مهمتر قبل از همه چیز عدالت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو فرستادن به حبشه. در حبشه کی حکومت میکرد؟ نجاشی مسلمان بود؟ نه، مسیحی بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بروید به حبشه هجرت بکنید، زیرا در آنجا پادشاهی عادل حکومت میکند. عدالت اساس ملک است. عدالت است که در یک جامعه آرامش، سکون، مساوات، برادری و پیشرفت و ترقی رو ایجاد میکنه. بیننده نشان، آیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سنی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر الهی بودند. سنی، اصطلاحات شیعه و سنی در زمان رسول الله و حتی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود نداشت. این بعداً ایجاد شد. کسانی که گفتن که ما پیرو 12 امام هستیم که از اهل بیت هستن، گفتن ما شیعه اهل بیت هستیم. شیعه به معنی میبخشید پیرو، کسی که از کسی پیروی میکنه میگن که شیعه فلانی. گفتن که ما شیعه اهل بیت هستیم، شدن شیعه. سنی ها گفتن که ما پیرو سنت پیامبر هستیم، به همین دلیل بهشون گفتن اهل سنت، یا در فارسی بهشون گفتن سنی. البته سنی رو به سبک در فارسی بیشتر صفوی‌ها و بعد از اون جمهوری اسلامی مطرح کرد به خاطر تحقیر، در حالی که در اصل اهل سنت و جماعت. اهل سنت به خاطر پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به این معنی نیست که اهل بیت رو قبول ندارن. ما احادیثی که از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم در کتبمون داریم و با اون عمل میکنیم، بیشتر از احادیثی است که به مراتب بیشتر از احادیثی است که شیعه از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن و ادعا میکنن. مثلا احادیث علی رضی الله تعالی عنه در کتب ما خیلی بیشتر از کتب شیعه است که ما به اون عمل میکنیم. به طور مثال یک نمونهش دارم، این نهج البلاغه اوقات نماز رو برید ببینید. حضرت علی امر میکنه که 5 بار نماز بخوانن، شیعه 3 بار میخونن. پس ما شیعه علی هستیم، نه اونایی که به دروغ ادعا میکنن شیعه علی هستن. پیامبر نه شیعه بود نه سنی. پیامبر اسلام رو برای ما آورد. ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام است و این اصطلاحاتی است که بعداً در بین مسلمان ها رایج شد. اصل این است که پیرو قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. بیننده نوشتن که آیا بدون خطبه نکاح می شود؟ اگر خطبه را خود داماد بخواند درست است؟ دوستان عزیز، بارها گفتم در نکاح خطبه خواندن شرط نیست. در نکاح آنچه که شرط است رضایت دختر یا عروس، وجود داماد، وجود ولی دختر، این از شروط است. ایجاب و قبول صورت بگیره، دختر قبول بکنه، رضایت بده، صداشو بشنون و کسی که و شاهد نیاز هست، 2 نفر شاهد نیاز هست و اینها شروط نکاح است. خطبه خواندن، این خطبه اصلا نیست، این یک وعظ و نصیحت است. عادت بود بعد از اینکه خطبه رو میخواند، بعد از اینکه نکاح رو میبستن، به داماد میگفتن که مثلا فلانی دختر فلان شخص رو به ازدواج تو در میارن، قبول داری؟ بله. از دختر میپرسن، اون میگفت بله. پدرش رو میپرسن که تو دخترتو دادی به این پسر فلان ابن فلان؟ بله. شاهدا رو میگفتن شما شهادت دادین؟ بله. نکاح همین است. این نکاح است. اگر چیز دیگری خوانده نشود، نکاح تموم شده، خلاص نکاح برقرار شده. اینا زن و شوهر هم دیگر هستن، حلالن برای هم دیگه. خطبه اصلا چی است؟ ما خیلی از چیزا رو معنیشو نفهمیدیم. مثلا ملا میره سر مسجد، خطبه چیه؟ خطبه روز جمعه. مردم همه خواب بردن، اون دیگه شروع میکنه حرفا بعد از اون بعد نماز میشه. والله یک مسجدی رفتم نماز جمعه خواندم، بعد دوستان در نماز خواندن، یک امامی بود از دهنش آتش میبارید. خب چطور فهمیدی؟ با خدا نیم ساعت گپ زد، هیچ نفهمیدم چی گفت. بابا جان، خطبه روز جمعه به خاطر این است که امام بره سر منبر، در مورد مشکلات مردم صحبت بکنه، در مورد مسائل مهمی که باید برای مردم بازگو بشه صحبت بکنه، در مورد مشکلات اون محیط و منطقه صحبت بکنه. طرف میره موضوعاتی را اصلا در خطبه صحبت میکنه که نه به درد مردم میخوره، نه مردم بوی میبرن، نه مردم میفهمن که امام داره چی میگه.
به خاطر همین مثلا در مذهب حنفی یکی از مسائل خوبی که وجود داره این است، میگن خطبه رو به زبان همون مردم باید گفته بشه و اصلا هدف از خطبه نماز جمعه این است که مردم وعظ و نصیحت بشن. تو بلند شو سر منبر 1 ساعت به عربی صحبت بکن، مردم هیچ از عربی چیزی نمیفهمن. خب چه استفاده کردن از این خطبه تو؟ هیچ. خطبه نکاح چی است؟ همون کسی که در اونجا مثلا مسئولیت این عقد نکاح رو به عهده میگیره، این میاد چیکار میکنه؟ وظایف زن و شوهر، واجبات غسل، احکامی که برای یک عروس و داماد نیاز است، اینا رو بیان میکنه. خاصا بیشتر همین اوایل سوره نساء رو میخوانن که مسئله ارحام است و مسئله زن است و شوهر است و الله متعالی فرید فلان حق و حقوق، این مسائل رو. اینا مسائل مهمی است که باید در عقد نکاح گفته بشه. به اصطلاح شخصی که بیشتر ملا رو میارن، یک شخص دیندار رو میارن که این مسائل شرعی رو به شکل موعظه‌ای بیان بکنه. ولی ما چیزی به اسم خطبه نکاح که در سنت وجود داشته باشه نداریم. آخرین تماس رو میگیریم از بیننده عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید عباس آقا. بله بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد حال شما خوبه؟ سلامت باشید، تشکر از شما. استاد ببخشید من فکر کنم آخر برنامه مزاحمتون شدم. از شانس منم شما گوشی جواب دادید، خیلی ممنون. خواهش میکنم، بفرمایید. خدمت شما عرض کنم استاد، من حدوداً 30 سال قبل من در کیش کار میکردم و یک 50,000 تومان از کسی و 150,000 تومان هم از کسی دیگه پولشون یعنی در دست من بوده و یه جورایی میتونستم بدم، ولی خب جوونی بود و غرور و یه کمی حالتی من ندادم بهشون. درست. ولی خب الان پشیمانم و نمیتونم پیداشونم کنم. حتی شنیدم یکی از اونا الان فوت کردم و یکی رو هم نمیشناسم، الان نمیدونم کجاست. الان من این پول چیکار کنم؟ این پول من باید تبدیل، اون موقع دلار قیمتش هم بود، به دلار اون موقع تبدیل کنم یا چیکار باید بکنم؟ بله ببینید قیمتش مثلا در اون موقع اگر که میشد $1000، در این زمان باید $1000، یعنی با ارزش همون پولی که در اون زمان بوده شما باید پرداخت بکنید. اگر کسی فوت کرده برید سراغ وارثینش، فرزندش، همسرش، کسی ازش وارثی وجود داشته باشه، بگید من مثلا از پدرتون یا از باباتون اینقدر به اصطلاح پول نزد من بود و من الان میخوام اینو پرداخت بکنم. همه وارثینش رو جمع بکنید و پول رو بدید، اونا بر اساس شرعی بین خودشون تقسیم میکنن. اما اگر نمیشناسید طرف رو، هیچ آدرسی هم ازش ندارید، تلاش هم کردید، سعی کردید، جستجو کردید، پیدا نکردید، شما همون پول رو در راه الله سبحانه و تعالی باید صدقه بدید. البته ثوابش برای کی میرسه؟ ثوابش برای اون طرفی که شما پول ازش گرفتید. در اینجا یک مشکلی پیش میاد. مثلا 1 سال بعد، 2 سال بعد از اینکه شما صدقه دادید و اون پول تمام شد و رفت، صاحب پول پیدا شد یا اومد گفت عباس آقا کجایی، من دارم دنبالت میگردم، این پول منو بده. شما باید پولشو بدید. اون که صدقه دادید تمام شد رفت، باید دوباره پول این طرف رو بدید. این حکم شرعی است برادر عزیز. بله دست شما در نکنه استاد. من البته میتونم یک لحظه دیگه، یک سوال نیست تا یک حرفی هست تو دلم سنگینی میکنه به شما بگم. بفرمایید. استاد جان من در خارج از کشور زندگی میکنم، از شمارم هم انشالله معلومه. بله. ولی من واقعا البته اینجا من نه نماز سنت هم نه نماز واجب، روزه و همه کارهایی که اسلام گفته انجام میدم. من بعضی وقتا رو نماز، وقتی که نماز دعا میکنم در درگاه خدا، بعضی موقع، همیشه نه ولی احساس میکنم از ته دل که دعا میکنم مثل جایی که مثل چیزی که وصل میشی، دو شاقه برق وصل میکنه، یه احساس میکنم این دست چپم سنگینی میشه و احساس میکنم از دست چپم نمیدونم چطوری عرض کنم خدمتتون، احساس میکنم یک انرژی داخل قلبم میاد، یعنی مثل یک کاسه آب سرد ریخته باشه رو بدنم، حالت لرزش برام پیش میاد. درست. آیا این حالت خوبه بده؟ نمیدونم این چه حالتی برام پیش میاد.
ببینید یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ذکر میکنه که وقتی که انسان ها ذکر الله سبحانه و تعالی براشون خوانده میشه و وقتی که آیات الهی براشون تلاوت میشه، یک حالت خشوع و خضوع برای انسان رخ میده. متوجه شدید؟ گاهی اوقات میتونه این از طرف الله سبحانه و تعالی باشه، به خاطر اون خشوع و خضوعی که برای شما ایجاد میشه در اون موقع. یعنی احساس میکنم شاید این باشه. سعی کنید که در اون حالتی که ذکر میکنید، قرآن کریم رو میخونید و این حالت براتون دست میده، با گریه، بازاری، با خشوع، با خضوع از الله سبحانه و تعالی آنچه که در دلتون هست بخواهید، چون این حالت هایی که انسان متأثر بشه از ذکر الله سبحانه و تعالی، یعنی برای کم انسان هایی رخ میده. امیدوارم که شما از بندگان نیک الله سبحانه و تعالی باشید. ممنون دوستان، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. سلامت باشید، زنده باشید. انشاءالله خدا اول منو هدایت کنه و بعد این امت رو هدایت تر کنه انشاءالله. آمین آمین. سلامت باشید. سلامت خدا حافظ شما. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا سه شنبه که با آن روی سکه انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.